راجع به علی بیرانوند یه نکته بگم. الان میگه چرا باز راجع به من. یه برگه‌ای اومد بیرون از فکر کنم دبیرخونه فدراسیون فوتبال که انگار میاد بیرون، مدارک میتونه ازش بیاد بیرون، یعنی امکان وجود داره که آقا این علی دوباره بحث خدمتش مطرح شد و بعد از بازی‌های مربوط به فیفا دی باید بره از پایان نامش دفاع بکنه. یعنی اگه از پایان نامش دفاع کنه بعد فیفا دی میتونه ادامه معافیت تحصیلیش رو داشته باشه. یعنی از این نظر مشکل نداره و قولم ازش گرفتم که من تو جلسه دفاعش حضور داشته باشم. یعنی جدی میخوام باشم. گفتم علی جان اصلا راه نداره، من تماس میگیرم میام خرم‌آباد فکر میکنم میرم خرم‌آباد، موبایلم نمیبرم، ولی تو جلسه دفاع من باید باشم. یعنی اصلا راهی نداره، من باید اون جلسه دفاع رو ببینم. بعدش هم که دفاع کرد میتونه بره دانشجوی دکترا بشه و داستان معافیتش ادامه داشته باشه. توی این لیست هافبک‌ها نکته علیرضا جهانبخشه که هممون تمام بازی درخشانش بر تیم ملی رو خاطرمون هست، کلاس میده و شخصیت بالای علیرضا رو، ولی نباید بین اردو دعوت میشد. خودش هم میدونه حتی دعوت شدنش در واقع یه جورایی ضرر زدن به خودشه، به شخصیت فوتبالی خودشه. نباید بین اردو دعوت میشد. باشگاه نداره هنوز، حالا نمیدونم شاید یه کمک به هر حال نمیدونم میخواد باشه توی این چرخه که بحث ترانسفرش یه مقدار سهل بشه که اونم باز اشتباهه. ولی با احترام به خود علی جهانبخش و کادر فنی تیم ملی به هیچ وجه نباید علیرضا دعوت میشد چون باشگاه نداره. الان ما این تجربه رو قبلا داشتیم. اینو نگیم میگم آقا اون موقع چرا میگفتید کارلوس کیروش دعوت میکنه؟ کی بود؟ دو سه تا بازیکن که اسمش هم میدونیم دعوت میکنه تیم ملی که باشگاه ندارن. الان نمیگید؟ علیرضا با تمام احترام باید بازی کنه یه جا که بتونه به تیم ملی دعوت بشه. اصلا برای کلاس خودش موقعی که میره اردو تیم ملی باید سر بالا بره اردو تیم ملی به عنوان کاپیتان، ولی نه به عنوان کسی که الان باشگاه نداره و به تیم ملی دعوت شده. و مطمئنا با پتانسیلی که از علیرضا دیدیم میتونه یکی از حتی ستونهای تیم باشه، یکی از نقاط قوت تیم ملی تو جام جهانی باشه. ولی تو شرایطی که بازی کنه بالای 70 دقیقه هر بازی کنه تو باشگاه خودش. خیلی از بازیکن‌ها سال جام جهانی میرن یه جا که فوتبال بازی کنن، در جریان و در کوران رقابت‌ها باشن. کادر فنی تیم ملی هم قطعا این رو لحاظ میکنه، منتها این رو جوابی براش ندارند، قطعا نخواهند داشت. یه بحث تیم ملی با هم شروع کنیم، بعد اینو که گفتم توی گفتگوی ویژه می‌بینیم. بچه‌ها وال تیم ملی میتونید به هم بدید؟ لیست تیم ملی فوتبال کشورمون دو تا بازی دوستانه داره. جمعه 18 مهر با روسیه بازی میکنه، یعنی میریم روسیه باشون بازی میکنیم و بعدش با تانزانیا که رنگ 100 خورده 104 بود بچه‌ها فکر کنم. سوریه هم که نه روسیه هم که 18 مهر باش بازی میکنیم، چند بارم بازی کردیم. یه بازیکن خیلی خوبم تو لیگ اسپانیا دارن، فکر کنم به این اردو دعوت نشد. اما نکته‌ای که وجود داره بحث لیست تیم ملی مونه که جوان‌تر از لیست های دیگه است. حالا علاوه میانگین سنی با اینکه دو سه تا بازیکن دیگه به این جمع اضافه شدن که میانگین سنی رو بردن بالا، ولی از اون ور هم تعدادی دعوت شدن که امیدوارم بازی بکنن و علاوه میانگین سنی شرایطمون بهتر بشه. منتها چیزی که از این لیست برمیاد برآیند این لیست اینه که آقا ما تو جام جهانی تغییر خیلی ویژه و خاصی نخواهیم داشت و با هم بازیکنایی که میدونیم به جام جهانی میریم و خیلی شما منتظر تغییر تو 11 تای اول و حتی چند تا تعویض ما نباشید. دروازه‌بان علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، محمد اخباری و محمد خلیفه هستن. ما 4 تا گلر دعوت کردیم تو 2 تا بازی که نهایتا 2 تا از اینا میتونن بازی کنن. حالا بازی تو تانزانیا 3 تا تعویض میکنه، آقای قلعه‌ای همه رو بازی میده. علی نعمتی تو دفاع، شجاع خلیلزاده برگشت، حسین ابرقویی بعد 5 6 تا بازی که برای پرسپولیس انجام داد. این نون پرسپولیس استقلال آقا، اینکه میاد این باشگاه پول اندازه جای دیگه میخواید بگیرید. اون وقتا میگفتن این پیرن خودش 20 میلیارد میارزه. حسین اگه جای دیگه، اگه خیبر بود 50 تا بازی تیمش کلین شیت میکرد تیم ملی دعوت نمیشد. امیر حزباوی، محمد مهدی زاره تو تمام بازیایی که بازی کرده تو لیگ روسیه غیر از اون بازی اول که یادتون یه شوک داد فوروارد بهش، خیلی دوستش دارم، همه بازی‌ها رو نیمکت نشین بوده غیر از بازی حذفی. 2 تا بازی فکر کنم حذفی اتحادیه چیزی انجام داده که جفتشو باختن. 7 8 تا رو نیمکت نشین بوده. آریا یوسفی، دانیال اسماعیلی فر و رامین رضاییان. نکته اینه که هردانی دعوت شده بود تیم ملی که با مصونیت رفت کنار و دانیال اسماعیلی فر دعوت شد. این نکته مثبتیه، چون دانیال یه مصاحبه هم کرد همینجا تو فوتبال برتر، گلایه کرد از اینکه آقا شرایطش خوبه علاوه فنی و دعوت نمیشه. بدون تردید دانیال بهترین دفاع راست لیگ تا اینجا بوده. اینو آمار و عدد و ارقام و اینا میگن، یعنی هم از لحاظ هجومی هم از لحاظ دفاعی دانیال اسماعیلی فر آماده‌ترین بود که باید تو لیست اولیه می بود به نظر من. ولی حالا الان هردانی رفته کنار اومده، این نشون میده که کادر این تو ذهنش نبوده که حالا اینو گفته من دعوتش نکنم. این نکته مثبتیه. پرانتز باز کنم، کمک مربی خارجی هنوز ازش خبری نیست. قرار بود تا این فیفا دی بیاد 2 3 تا اسم مطرح شد. آقای فدراسیون فوتبال باید هزینه کنی، اقلا دست به جیبا نرسیم به جام جهانی. کمک مربی با کادرش بیاد 1 میلیون 1 خورده برای شما هزینه داره اگه میخواید تاپ لول بیارید، سطح 1 جهانی بیارید.
نگید الان پول ندارم، پول باید برید از یه جاهای اسپانسر فلان اینور اونور جور کنید دیگه. الان وظیفه شما اینه. یه فایده دیگه از دست دادید و تیم فنیتون نیامد. هافبکا مهدی هاشم نژاد. یه چیزی راجع به دفاع بگم. دفاع چپ می‌بینی شما اینجا؟ شاید بگید علی نعمتی بازی با همین بازی آخر با تراکتور دفاع وسط بازی کرد و اینکه میخوان دفاع وسط هم ازش استفاده کنن انگار. علی بیشتر دفاع وسط دیگه، حالا تا دفاع چپ تو دیگه هم دفاع وسط بازی میکنه. دفاع چپ دیگه ای نمیبینید تو این ترکیب. اگه بیاید تو هافبک‌ها یعنی یه ذره به جلوتر بجورید و بگردید، امید نورافکن رو میبینید که میره تو پست دفاع چپ برام بازی میکنه، ولی تو هافبک‌ها اسمش رد میشه که تو سپاهان هم هافبک دفاعی داره بازی میکنه. یعنی اینقدر ما کمبود بازیکن داریم. خب تو دفاع چپ چی وجود داره؟ ابوالفضل جلالی نه، 2-3 ماه ابوالفضل ضعیف‌ترین دورانش تو این 2-3 سال داشته، خودش هم میدونه. گودرزی آلومینیوم پاراست، کمبود داریم ما، یعنی کمبود بازیکن داریم. میلاد شرایطش اینطوریه توی پرسپولیس، تو این پست ما مشکل داریم. ولی اینکه اینجوری دعوت شده و یه دفاع چپ تخصصی نیستم، اینم خودش نکته است. مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، سعید عزت اللهی، محمد خداوندلو، سامان قدوس، محمد قربانی، امید نورافکن، علیرضا جهانبخش، محمد مبی و اللهیار سیدمنش. اللهیار نسبت به اون دوران سال گذشتهش اصلا عملکردش به اون دوران خیلی فرق داره. اون دوران خیلی آماده تر بود، ولی الان داره بعد این مدت دعوت میشه، کمک میکنه به پایین آوردن میانگین سنی تیم. به نظرم آرزوی سلامتی بکنم همینجا برای سردار آزمون عزیز که متاسفانه مسئولیت شدید داره، خیلی شدید. یعنی فکر میکنم حداقل 4-5 ماه سردار رو نداشته باشیم برای بازی ملی. براش از صمیم قلب آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم زودتر مراحل درمانش و اینها طی بشه. فکر کنم رفت به سوئیس فکر میکنم برای اینکه عمل جراحیش و اینا رو انجام بده. انگار در حالا مصدوم شده و امیدوارم که خیلی زود برگرده. بسیار به کاره و بسیار به درد تیم ملی میخوره و اون زور جلوی ما با حضور سردار و مهدی تأمین میشه و واقعا جایگزین نداره. امیدوارم زودتر برسه، بعد آماده برسه به جام جهانی. این ورشو میگی اون ورش هم بگو. جواد حسین نژاد تو لیست مهاجماست که مهاجم نیست الان. جواد حسین نژاد خب میدونیم پستشو دیگه، هافک هجومی و پست 8 و اینا خوب بازی میکنه، پشت فوروارد و اینا. مهدی طارمی، علیپور و کسری طاهری. این لیستیه که الان تیم ملی داده. کسری هم به شدت میانگین سنی رو میاره پایین، امیدوارم که بازی هم بکنه. تیم ملی امیدمون هم ازش 4 استقلال رو دید مقابل المحرق بحرین که یه تیم 2 میلیون دلاری مقابل تیم 20 میلیون دلاری قرار گرفت و نمایش ناامید کننده استقلال که علاوه فنی واقعا تیم عجیب غریبی بود توی این مسابقه. هم حتی حالا بازی لیگش میتونم بگم بذار بهتر بود که 2 تا بازی امروز از استقلال پخش می‌کنیم مقابل چادرملو توی نیمه دومش، حالا به خصوص بازی بهتری بود تو اون چمن عجیب ورزشگاه تختی تهران. ولی این بازی تیم 2 تیکه، یعنی انگار 4-5 نفر جلوان 5 نفر عقبن، این وسط دریا. از اون تیم ساپینتو که آقا پرس از جلوی وحشتناک دفاع بالا بازی میکردن خبری نیست. نمیدونم تو یارگیری بالانس یارگیری نشده، تیم هافبک وسط جمع کن نداره، پست 6 درست حسابی، دفاع وسطی که بیاره بالا تیم را نداره، یا اون جلو بازیکناش نمیدونن. باز از نظر میگم تاکتیکی و آنالیزی باید همه اینا بررسی بشه. ولی فوتبالی که بازی کرد فوتبال بسیار ناامید کننده بود توی مسابقه و فشارها رو خیلی زیاد کرد رو کادر فنی و بازیکن‌ها و اینها که آقا تکلیف چی میشه، ما چیکار کنیم، دوباره مربی عوض کنیم. ببین مربی نباید عوض کنه. استقلال ببین اول باید میرفت سراغ زیرساخت، یعنی زیرساخت رو درست میکرد بعد میومد اینجا. حالا ما الان با مهمونامون دارن صدای منو میشنون، مهمونامون بچه‌ها تو رژی هستن، 2 تا مهمون داریم که راجبش باشون صحبت می‌کنیم. من این نکته راجب استقلال بگم. آقا وقتی شما میری یه دفعه یه تیمی می‌خری مثل تیم بسکتبال تو بالاترین سطح، تو لیگ برتر میری بسکتبال می‌خری، وقتی زنگ میزنی به این شهرستان اون شهرستان که تیم چی دارید، یا ما یه تیم لیگ 1 فلان رشته داریم، میگه خب باشه 1 میلیارد میریزم برات اسمشو بذار استقلال. کاری که کردن. وقتی تیم بانوان تشکیل میدی تو سال اول بازیکن از امریکا میاری، در حالی که این خیلی ساده است. شما زیرساخت تولید کنی، زمین، تیم بری از لیگ 3 بیاری لیگ 2 بیاری لیگ 1. این که میری یه دفعه 7 8 10 تا تیم میخری که اسم تیمو بکنی باشگاه، یعنی یه پولی ریخته نمیدونی چجوری خرج کنی. سادهش این میشه، یه پولی ریخته فقط میخوای هزینه کنی بره. یه چند میلیارد بدید اونجا. خب تیم والیبال چیکار کنیم؟ بریم یه والیبال استقلال دیگه برتر بگیریم گنبد. نمیدونم کشتیو چیکار کنیم، بسکتبالو چیکار کنیم، بریم بازیکنای ملی بخریم. آقا اینجوری نیست. ورود کردن به هر رشته شما بری از لیگ 4 شروع کنی، لیگ 3 ساختارش، باشگاهت، ساختار بسکتبالش درست شه، آکادمیاش درست شه، از لیگ 3 بیای لیگ 2 بیای لیگ 1. این که میری یهویی 4-5 تا تیم لیگ برتری یه رشته‌های دیگه ای رو میگیری، یعنی یه پول عجیب غریبی وجود داره، فقط میخوای هزینه کنی بره یا فاکتورش کنی.
تو این قضیه هم همینه. شما اول یه استادیوم یه چمن خوب درست می‌کردی، میادی میپرسید آقا ما چمنمون امسال کجاست؟ میگفتن آزادی رو ندارید، شهر قدس هست و تختی. اون 3 میلیون دلار 2 میلیون دلار رو خرج می‌کردی که لااقل بازیکن بتونش بازی کنه. چمن تختی رو ببینید بچه‌ها، نشون بدید. یه بار من گفتم آقا اینجا فقط به درد کارواش می‌خوره، به دوستان برخورد. این نمای کلی چمن تختی، نه عکس‌ها هم این که دارن الان قلتک میزنن 2 دقیقه مونده به بازی، یعنی دیگه بچه‌ها دارن میرن تو زمین. عکساش هم اگه نشون بدید ما ببینیم. یه چند تا عکس هم نشون بده. اگه ویدیوش حالا تموم شد ما گفتیم آقا این چمن ورزشگاه تختی 2 هفته قبلم گفتیم اون جوری که دوستان میگفتن نبوده. نگاه کنید الان بنده خدا داره با مش میزنه که چمن جلوی دروازه تو 6 قدم درست شه. شما آقا باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس بازیکن خریدی، میگی آقا دریبل میزده 2 میلیون یورو، چه جوری تو این چمن دریبل بزنه؟ یعنی ساختمون رو میرید از پشت بوم میسازید، باید اول پیش رو بسازید، اول فونداسیون رو بسازید. آقا 20 میلیون دلار نمیدونم بودجه عمرانی یه استانه، یه استان با این همه شهر و شهرستان و روستا و پل بزن و خیابون بزن، اینو هزینه کردی. اول میاد میگی آقا یه سوال از خودت بپرس، اینا قراره کجا بازی کنن؟ همون جوری که هیجانی میری تیم بسکتبال، تیم والیبال، بسکتبال بانوان، فوتبال فلان، بعد زنگ میزنی بهش اسم تیم تو بذار استقلال 1 میلیارد بگی. ساختمون رو از پشت بوم نمیسازن، اول باید بری پیش رو بسازی. این وضعیت چمنیه که قراره بازیکن 10 میلیاردیت نمیدونم 100 میلیاردیت 2 میلیون یورویت. عکسای مسعود هم هست، مسعود اکبری عکس‌ها رو ببینید بچه‌ها، کاملش رو میدید دقیقاً این چه جوری قراره بیاد بازی کنه. حالا جنپو که هیچ، خودش بنده خدا اصلا استغفر، ولی بقیه بازیکن اصلا منیر و اینا همه آسانی تکنیکی فن داره بازیکن، ولی این وضعیت چمنشه. یه عکس دیگه هم هستش دارن اینجوری بلند میکنه که آها شما این بازیکن‌ها رو ببین دارن چمن رو بلند چمنه مثل پازل میمونه. یعنی این چمن‌ها رو میتونی بریزی بیرون، بعد بچه‌ها رو بیاری بگی بچه‌ها اینو بچینید، هر کی زودتر چید برنده میشه. اینم حسن ختامشه که ماردن نمیدونم داره تشکر میکنه از چمن، چون یه سری از 0-0 که چادر معلوم میگیره به احترام و به کمک چمن هم هست. شوخی میکنم و تیمشون خیلی تیم خوبیه، ولی نگاه کنید جدا از اینکه از خط دفاعیش داره تشکر میکنه، از این چمن هم داره تشکر میکنه که افتضاحه. فکر نکردید به این چیزا، گفتید بیاریم بابا 20 میلیارد هست، پول هست، بخریم بازیکن‌ها. سپرده شدن بالاخره این دوتا به جاهایی که پول توش باشه، که مشکل زمین تمرین و لباس نداریم و قرارداد نمیتونیم پرداخت بکنیم برطرف بشه، ولی انگار دغدغه‌ها کمتر نشده که هیچ بیشتر هم شده. از کنم خدمت شما من خیلی سریع مثالی اول بزنم، شاید خیلی نزدیک باشه به اینجا. حتما این بحث عمل قلب و بایپاس و اینا رو عمل شنیدید. یکی از نکاتی که برای مریضی که انسداد عروق داره انجام میشه، میخوام باز کنه عروقشو، جریان خونی زیادی یهو وارد میشه. این چیزیست که حالا من شنیدم دارم میگم، من پزشک نیستم ولی دارم این خدمتتون میگم. قطعاً نگهداری و کنترل و حفاظت‌های مریض بعد از این باز شدن عروق کار بسیار مهم و حائز اهمیته. چه بسا که اصلا مریض اینجا نتونه بپذیره این جریان خونی زیادی و چون قبلش انسداد داشت. اینو برای چی من مثال زدم؟ عینه‌هو همین جریان پولیس که وارد شد. بله. یعنی ما یک فشارهای اومد، همیشه در برنامه شما سایر برنامه دیگه یک موضوع مهمی که همیشه میافتاد روی عملکرد باشگاه، چه به لحاظ مدیریتی چه به لحاظ مستطیل سبز و رفتارهایی که توش میشد هوادارجا، همیشه میگفتن بحث پولی نیست، اینجا خصوصی سازی نشده اینا. خب اومدن یهو اینو باز کردن، یه جریان زیادی وارد شد. غافل از این که ما باید بسترشو آماده بکنیم. اگه اون بستر آماده نباشه این موجود نمیتونه این حجم از ورودی رو بپذیره، قطعا یک عارضه‌ای براش میشه. همین چیزیست که حالا شما خروجیشو دارید میبینید. یعنی ما باید بپذیریم این پولی که داره میاد، آیا میاد برای هزینه شدن یا میاد برای سرمایه گذاری؟ قرار نیست که این حجم پول بیاد فقط صرف روزمرگی بشه. من یه نکته‌ای رو بگم که قطعا جناب عالی هم تو فرمایشتون به نوعی دارید اینو میگید، ما دوچار روزمرگی شدیم آقای میثاقی. اصلا هیچ برنامه‌ای نیست تو این باشگاهمون. دو تا باشگاهی که حالا من مال خودمون میگم، قطعا مال رقیبمون هم همینه، اینا قوه محرکه فوتبال ما، به جرئت دارم میگم. من احترام به تمام تیم‌ها میذارم،
و قابل احترام هم، به خصوص که الان نشون میده چه وضعی دارن اینا. ولی شما من خواهشم اینو دقت بکنید، ما 6 هفته گذشته آقای میثاقی، 6 هفته هر هفته 8 بازی بوده. چقدر میشه؟ میشه 48. ماکسیموم امتیازی که اگه بخواد بیاد چقدره؟ یه تیم بتونه بگیره 18 3 امتیاز. یعنی ما کل تیم ها ما فکر میکنیم 8 بازی برنده داشته باشه. 144 تا. بله. حالا اگر پایین ترینش چی میشه؟ مساویه دیگه. میشه چقدر؟ 96. یعنی ما الان میانگین شما الان بگیرید جمع این امتیازایی که داشتید نشون میدادید 111. یعنی به لحاظ آماری یک برخورد استاتیک و آماری اگه بخواد بشه، هر چقدر ما به سمت اون عدد بالا بریم نشون دهنده لیگ خوب، توانمند، قوی هستیم. خروجیش بازیکن‌های خوب داریم، تیم ملی خوب داریم، در صحنه آسیایی نریم خدای نکرده نتایج خیلی بد بگیریم، این برای حیثیت مملکت خوب نیست. خب ببینید ما داریم عددمون داره نزدیک میشه به اون مینیمم. یعنی چی؟ کیفیت هم میاد. همینی که شنوالی داره میگه مساوی، امتیازات فاصله 8 9 8 7 با یه بود یه نفر از وعده 56م یهو میره اول، یا این امتیازایی که جنابالی فرمودید که کسر شده اینا. خب این نشون دهنده خیلی لیگ قوی نیستیم ما. طبیعتا تو این لیگ قوی هم بازیکن خوب نمیاد. طبیعتا ما هم خروجمون بازیکن خوب نیست. ببینید اینا یه چیز پیوسته به همه. یعنی اگر بخوایم ما این کارو درست بکنیم باید دقت بکنیم، باید لیگ خوبه. حالا میخوایم اینو درست بکنیم، طبیعتا ما باید سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار، سازمان افزار خوب داشته باشیم. ما اون زمانی که خودمون بودیم، اولین چیزی که من خدمت میگم، شاید عالیت جنابالی فرمودید بعداً میریم گذشته، مثلا همین درفشی فر ما توپ که میره پله پله میشه، همین چیزی که شما الان انتقاد میکنید به تختی. آقای میثاقی تختی مال دیشبه، مال هفته پیشه، چند هفته بازی نشده توش. چرا بهش توجه نشده؟ یعنی ما نگاهمون به نگاه صنعت فوتبال نیست. ما تو لحظه میبینیم که هوادار چی میخواد، الان میگیم یه بازیکن بگیریم که یه ذره بتونیم هوادار رو همین بریم تختی، حالا کجا بریم فلان جا. آیا مال اینا همه چی تو لحظه است. مثلا قرارداد پیام نیازمند و خود بانک شهر میگه که اینا چند ساعت قبل از سوت آغاز اولین بازی آوردن گفتن آقا اینو ثبت نمیکنن ها. چند ساعت، در حالی که مثلا 40 روز قبل با خود پیام توافق کردن، اردو رفته بود. یعنی همه چی تو لحظه اتفاق میفته. من اینو خدمتتون میگم. ببینید همون موقع ما به این چیز ما سفرازا مشکل داریم. بلند شدیم نجم شهید کاظمی، زمان آقای دکتر گودرزی بگو هر کاری میکنه مثلا برای استقلال میگم، ما امام رضا هم گرفتیم برای استقلال، خود بنده همه کارش کردم، منطقه 18 منطقه 19 این کارو کردیم. اما قرارم باز نبود همون بماند. من خودم صحبت کرده بودم تمام اون املاکی که در حاشیه شهید کاظمی بود گرفته بشه، اینا بره به یک مجموعه در بیاد غیر از زمین 2-3 که داشته باشه. چون میدونید همون زمین هم شما تحت 2 تا 3 تا بازی بذارید خودمونم دچار آسیب میشه. ما با زمین 2-3 داشته باشیم، استخر داشته باشیم. ما تو توسعه تو این چند سال کار نکردیم. این تازه سخت افزاره جناب آقای میثاقی، این تازه سخت افزاره. تو بحث نرم افزاریمون ببینید تو مغز من این بازیکنی که شما میگی که 5 دقیقه قبلش میرم مجوز میگیره بزنید، این بازیکن نمیشه. این اندازه منتالیتی و فکرشو آماده نکرده بره تو زمین. ببینید ما بحث حرفه‌ای‌گری ها، ببینید تو بحث حرفه‌ای‌گری بازیکن تو فضای فوتبال میره، یعنی آن چیزی که مربی بهش میگه دقیقه چند یا حرکت چی باید باشه تا بتونیم نتیجه رو بگیریم. ما فکر نکنیم 90 دقیقه خیلی بلنده، نه، فوریت تموم میشه. دقیقاً نسخه عین شطرنج باید شما بازی کنی طبق دستور سرمربی. خب اینا چجوری حادث میشه؟ با 5 دقیقه قبل از بازی؟ قبلا خروجی نداره اونجا. خیلی تو لحظه است. خیلی من الان این بخش جمله شما رو برمی‌دارم که همه اتفاقات روزمره داره میفته. ما امشب ببینیم چی لازم داریم بریم برای فردا انجام بدیم و تمام. دورنما نشه. یه سری صحبت‌ها رو استاد عزیز انجام دادن. حالا منم می‌خوام یه سری مطالب اضافه کنم و تجربیات قدیم من عرض کنم. ما یه روزی اعلام کردیم آقا هر کس که میخواد مربی استقلال بشه، استقلال باشگاه خیلی بزرگیه، حضور پیدا کنه داخل ایران، بیاد اینجا محیط ما رو ببینه. میخوام برگردم به همین زیرساخت. آقای لوپز اون موقع پیام دادن، با خانواده تشریف بردن، مهمان ما بودن، مستقیم مهمان ما بودن.
تو ذهن این بنده خدا باشگاه استقلال یه باشگاه بسیار بزرگی، خب بزرگم است باشگاه استقلال، ولی ساختارش رو فکر می‌کرد یه 5 زمین تمرین فلان همه اینا. اومد ما روز اول که ایشونو بردیم کمپ اجازی رو نشون دادیم که گفتیم این امکانات ماه، آیا میای فردا نمیای بگی من نمیام دیگه بخوای بری؟ اومدم وقتی امکانات ما رو دیدن، فیلمش هم از خیلی حرف جالبی زدن. گفتم من تو عربستان 5 سال مربیگری کردم و تو این مدت که تو عربستان بودم حدوداً 1000 تا زمین چمن به اصطلاح اونجا کار شد. 1000 تا زمین چمن، فیلمش هم موجوده. 1000 تا زمین چمن ما اونجا کار کردیم و جوانان رو اونجا اشتیاق دادیم به سمت فوتبال. اونایی که عشق شدن اومدن برای فوتبال. شما متاسفانه هیچ امکاناتی ندارید. یعنی خیلی جالب بود، ما حاضر بودیم با ایشون قرارداد بندیم، ایشون خودش نبست. خیلی رک برگشتن گفتن شما به جای اینکه بیاید این پولو به من بدید، برید از مربیان داخلی خوبی هم دارید که ما هم همون جواد نکونام رو رفتیم پیگیری شدیم که هوادار چیزی رو که می‌خواست و ما رفتیم احترام گذاشتیم براشون قرارداد بستیم. و برید زیر ساختتون رو درست، به جای اینکه این پولو به من بدید برید زیر ساختتون رو درست کنید. واقعا همینه. شما حساب کن بهترین بازیکنم شما بیارید، وقتی میرید تمرین زمین درست حسابی نداریم، زمین نداریم، بازیکن چیکار باید بکنه؟ این مشکلاته. متاسفانه اینه که تو استقلال هم همون عرض میخوام بکنم. متاسفانه خب ما اون موقع اومدیم زیر ساختار رو داشتیم آماده میکردیم که برای همین کار، حالا اون همه بدهی که بود اونا رو پرداخت کردیم، بدهیایی که بود اونا رو داشتیم انجام میدادیم که به همین کار برسیم و بریم زیر ساختار رو آماده بکنیم. و عین حساب کنید دیگه، شما کشتی تا چند سال پیش مگه زیر ساخت داشت؟ نداشت واقعیت. آقای دکتر دبیر، خب من از اول کنار ایشون کار کردم و بودم، با تمام سختی‌ها این زیر ساخت رو به وجود آورد که الان بهترین کمپ ما داریم تو کشتی و الان نتیجه میگیریم. بچه‌ها الان نتیجه میگیرن، دل هوادار، دل مردم شاد میشه. بله. خب این شادی. حالا حساب کنید شما، ما داریم میایم پول پرداخت میکنیم، یعنی در اصل دولت داره پولو پرداخت میکنه که برای مردم به یه شادی وجود بیاره. یعنی گفتم این هیچ کدوم از این عزیزان درستی از حاکمیت بوده که من به جای بدم اینا رو که پول داشته باشن نگم ما نمیدونم لباس زمین نداریم. هیچ کدوم از این عزیزان 1 ریال از جیب خودشون هیچ وقت هزینه نکردن و نخواهند کرد. اینو شما داشته باشید که حاکمیت در اصل داره هزینه رو داره پرداخت میکنه که برای مردم، که مردم به اصطلاح یه نشاط داشته باشن. ولی متاسفانه وقتی شما زیر ساخت نداشته باشید، من همیشه این مثال رو میزنم، میگم اگر شما میخواهید کارمندی، مدیری استخدام کنید، اول فکر کنید شرکت خودتونه، هلدینگ خودتونه. آیا این افراد رو برای هلدینگ خودتون انتخاب میکنید؟ کسایی که میذارید. من تو دوره‌ای که بودم فکر کنم سابقه نداشته تو باشگاه استقلال کسی رو خارج کنن از مجموعه، سابقه نداشته. حدوداً فکر کنم 25 نفر رو من از سیستم استقلال خارجش کردم به خاطر دلایل مختلف که همون نمیذاشتن زیر ساخته آماده بشه، نمیذاشتن. عرض کنم خدمتتون، خب بعد از من اینا همه باز برگشتن. این اتفاق افتاد که برگشتن و همه باز سر یه سفره باز برگشتن نشستن پای همون که سفره هم خیلی پرپیمونتر شده. سفره هم که الان دیگه ماشاءالله اون موقع که زمان ما فقط سازمان ملل ما نرفتیم برای گرفتن، به عنوان مثال برای پول استراماچونی من فقط به سازمان ملل رفتم. تازه اون موقع وضعیت اقتصادی بهتر بود، یورو بود 25000 تومان. حالا این مسائل هستش. من یادم با آقای درویش برای 5 میلیارد ما فکر کنم 3 ساعت تو بانک ملی پشت در نشسته بودیم فقط ببینیم تا ما 5 میلیارد بابت یه برنامه به اصطلاح پول بگیریم. اونم آخرش 1 میلیارد و 500 میلیون تومان دادن. اینی که برای گرفتن پول یه زمانی واقعا میگم به قول بچه‌ها مهدی قایدی بود تو با مصاحبهش دیگه، موقعی که ما رفتیم آب معدنی نداشتن. این یه واقعیته، آب معدنی نداشتن، لباس نبودش، لباس. حالا حساب کنید شما تو این امکاناتی که الان به اصطلاح خب وارد شده، هلدینگ واقعا وارد شده تو این قضیه و بسیار واقعا جا داره تشکر کنیم که از آقای دکتر شریعت مداری که همه جوره پشت باشگاه اومده وایساد. حالا من یه سوالی دارم آقای میسر، اومدیم و آقای شریعت مداری انشالله 120 سال هلدینگ باشه، آقای تاجرنیا هم انشالله 120 سال پای میز باشه. اومدیم و این دوستان نبودن
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب یه سری امکانات آقای تاجرنیا میتونه ارتباطی که با دولت داره میتونه هر جور که بخواد بره بودجه تهیه کنه بیاره و این بدهی‌ها پولایی هم که هنوز میمونه دیگه همه رو که یه دفعه پرداخت نمی‌کنن بازیکن‌های خارجی این سریای قبل. آره دیگه جنپو 3 ساله است برداشت. آقای تاجرنیا اگه بخواد بره کس دیگه‌ای بیاد بشین رو اون صندلی ارتباط نداشته باشه با دولت ارتباط نداشته باشه چیکار داغون میشه باشگاه. بعد میایم تو این وسط هم میریم یه سری باشگاه دیگه هم راه میندازیم بسکتبال والیبال کشتی. آقا اول بیایم ما زیر ساخت شرکتمون رو درست کنیم اون ساختمون رو از اونجا خارج کنیم یه ساختمون خوب شیک در شأن باشگاه استقلال بسازیم بیایم زیر ساختمون رو آماده بکنیم بعد بریم تیم اضافه کنیم بعد بریم برای کشتی استقلال بزنیم والیبال بسکتبال بزنیم هزینه‌های دیگر رو جمع بکنیم. یعنی این نشون دهنده اصلا سیگناله که آقا پول تا صبح هست ما نمیدونیم چجوری خرج کنیم. این سیگنال میده من. حالا من رو بس قرارداد میخوام بیام خدمت شما با آقای طاهری ادامه بدم. این دلیل نارضایتی شدید الان هوادارا از مدیریت پرسپولیس هم تایتل بحث بعدیتون باشه که آقا این به این دلیل تیمی که حالا 2 فصل قبل موفق بوده در یک سال 2-3 تا پنجره نقل و انتقالاتی تک تک بازی‌ها الان این میزان نارضایتی وجود داره. دکتر خودتون رو بگید بعد پاسخ این سوال. عرض کنم خدمت شما موضوعم دقیقاً تو همین ارتباط بود. من یه تکمله‌ای بزنم به این صحبت ابتدایی خودم صحبت عزیزم که داشتم و اون مطالبی که جناب علی قبل از اینکه ما بیایم گفتید و الانم داریم میریم رو همون موضوعات. ببینید ما داریم میگیم زیر ساخت توجه ها نره به یک مسائل اصطلاحاً میگه تنجیبل قابل لمس. همش فکر میکنن مستدل سبز رو داریم میگیم فقط چمن و اینا سخت افزار رو این فقط این نیست ما یه فرایندی صورت میگیره در سازمان ما که یک بخشش این مسائل سخت افزاریه یه بخشش میشه مسائل نرم افزاری یه بخشش میشه مغز افزاری که حالا بازیکن و سرمربی و اینا ما این فرایندمون المانایی که چیدیم خروجیش خرابه پس معلومه این المانا درست نیست یا تو تعیین کادرامون چه از کادرهای اصلیمون چه کادرهای فرعی پشتیبانی چه از گرفتن نیروهایی که مغز افزار بیان اینجا کار بکنن چه آماده سازی سخت افزاریمون هست. ببینید این زیرساخت یعنی اینا. ببینید وقتی توجه نمیشه مثلا من یه مثال بزنم به مسئله مالیاتی یا به مسئله پولی توجه نمیشه به قرارداد توجه نمیشه یهو میاد میره یک کلیم میشه میره در دادگاه‌های بین‌المللی پنجره بسته میشه آسیبش کی میبینه؟ باشگاه. ما همش داریم میگیم یعنی در قبل هم اینجوری بود تمام فشارها روی این بود که پول نیست مدیریت پول. خب الان که پول هست چرا مسئله حل نشده؟ یکی جواب بده به این. الان که پول هست چرا حل نشده؟ علتشون که فرایند درست نیست. علتش این که المان‌ها درست انتخاب نشدن. ارتباطات درست نیست. ببینید الان مجمع اون موقع مشکل داشت وزارت ورزش بود دولت بود پول نمیتونست بده مسائل حرفه‌ای و قوانینی که حاکم بود نمیتونستن بدن. ما بنده خودم مثلا میرفتم با کارگزاری و یه سرشماره 3090 بگیریم برای نمیدونم فلان بعدش ایرانسل اومد بعد فلان شد همه این کارا کردیم. الان بودجه داره ردیف داره. الان ببینید بودجه که داره الان بودجه هم نداره یه خزانه بازه. شما الان تو سرفصلای کدال الان برید نگاه کنید خیلی پولا اومده میبرن تو اون جاری شرکا میذارن. یعنی چی؟ ببینید ما الان یه سری پول الان جناب علی بیاری به یه شخصیت حقوقی بدی در قبالش میگی من این پولو میخوام دیگه یا بعد من یه خدماتی انجام بدی تبلیغاتی برای من بکن دور زمین رو بزن اینا که در مقابل یه خدمات یه پول یا نه این پولو قرض میدم حالا تحت هر چیزی یا قرض الحسنه است عینش برگرده ولی زمان میذاری شما اینو بعد ببری تو بستانکارا مشخص بکنی بذاری یا اینکه میگه این پولو میدم بعدم میگیرم صاحب سهامه میگه الان پولو میدم میارم حالا قضیه این جای شوکه بود الان مثلا تو استاندارد حسابداری از عبارتای دیگه مثلا استفاده میکنم. خب الان این قضیه شما برید تو گودا میبینید اینقدر پول اومده این پول چی جوری اومده؟ ببین فردا خود مجمع ما
حتی پتروشیمی اینا باید چون بورسی ان اینا همینو میگم الان مثلا این بورسی تو پتروشیمی مشخص بکنه آره سهامدار داره یا باید به افزایش سرمایه بشه آقای میثاقی یا باید به افزایش سرمایه شه یا باید تحت یک قراردادی بره این بعد چه زمانی برگرده یا باید تبدیلش بکنم مثل اینکه الان مثلا رقم خود مثلا سهامدار اصلی ما خودش بیاد مثلا قرارداد اسپانسری ببنده عدد رو ببره بالا الان اینا رو باید همه رو کدال قرارداد ثبت بکنه هست نه من اینایی که دادم میگم رو کدال اینجا آوردم من رو الان این رو کداله خب این نشون میده که ببینید یه پول هنگفت داره میاد پس پول فقط مسئله نیست بله پول الان بانک شهر احمدی مصاحبه کردن گفتن ما 1500 میلیارد تومان بودجه این فصل هر بازی 50 میلیارد تومان حالا عرض می‌کنم تمومی هم نداره چرا آقای میثاقی پول که وقتی میاد یا هزینه میشه یا سرمایه گذاری این پولا داره هزینه میشه کجا یه باشگاه ببینید باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال و امثال هم که الان هستن اینا یه بنگاه اقتصادی هستن اینا باید پول جنریت کنن نمیکنن شما این باشگاه حرفه‌ای تو دنیا به کجا وصلن اینا دارن پول حالا تبلیغات دارن نمیدونم سرمایه گذاری دارن این کارهایی که میکنن یعنی انتظارم اینه که ما از این فرآیندی که از استفاده کنیم سرمایه گذاری بشه بله انقدر روزمرگی میکنیم تا پول میاد بعد بدیم به فلان کلیم فلان دادگاه فلان جا الان مثلا شما ببینید حسابا بسته شده پول نمیتونن بدن بعد از جای دیگه تامین بشه خود این یه عارضه استانداردهای حسابداری داره فردا حسابای باشگاه اگر رد بشه عدد رسم میشه بله آقای میثاقی اگر حساب شفاف نباشه یعنی بحث ما میگیم پول اومد ولی درست انجام نشد درست ثبت نشد درست اینا شفاف سازی نشد هر چی ورودیه میشه عددش 25% بعد بده چی جواب اینو میده ببینید من اینو دارم عرض میکنم خواهشاً چیز نکنیم فقط پول حلال مشکلاته پول رو دست آدمی بدی که نادان و جاهل به اون فعالیت یا پول بدید به دست کسی که عالمه به اون فعالیت اون میتونه مدیریت کنه این پول بیاد مولد بکنه من خدمتتون عرض کنم تو این برنامه شما بود رئیس سازمان خودروسازی اومد اینجا جلوی جناب عالی برگشت گفت آقا من چوبو میبرم بالا همه حسابا که من فرداش بهش زنگ زدم و گفتم میگه چه حرف بدی بود که شما زدی من گذشت از اینکه مدیرا حالا قوت ضعف دارن یه چیز دادن ولی رو اون صندلی پرسپولیس و استقلال نشستم واقعا سنگینه اینقدر فشار میشه به خاطر اینکه هوادار نتیجه گرا دلش خود ببره مسائل حاشیه‌ای داره اینا کلی عقبه بدی دارن تو مسائل مالی دارن تو مسائل حقوقی دارن خب اینا خیلی فشاره اما اینکه شما اومدین این حرفو زدی چی گفت نه من دیگه مجمع بله از زمان خودروسازی مجمع ما شد سازمان خودروسازی درسته بله اومدن چیکار کردن افزایش سرمایه دادن آقای میثاقی 350 میلیارد تومان 350 سرمایه گذاری کردن با یه تعریفی یه گزارش توجیهی دادن که طبق اون گزارش توجیهی باید پول میرفت تو سرفصل‌های خودش هزینه میشد اما نشد هزینه شد رفت پول رفت سپرده شد از محلش وام بگرفته بشه خود اون الان وامه نمیشه یه استعمال میشه با سررسیدای بالاتر با بهره بالاتر خودش الان کل تضامینی که هست الان چه بسا اونو برداشته بشه حالا اون موقع بانک شهر نبود سهامدار که بهش دادن الان خودش هست ولی تو سرفصلاش هستی ولی همچنان این بدهی است پس ببینید آقای میثاقی پول حلال مشکلات نیست اما ابزاری میتونه باشه برای خوشبختی و حل مشکل درسته آقای کریمی راجع به قرارداد این فصل استقلال هم شما کم کم ورود بکنید یه مقایسه‌ای بکنید میزان هزینه کرد و نحوه چند تا مطلبی هم راجع به همین قضیه صحبت کنم که پول که میاد مشکل اینجاست که خب شما کسی که خودش تا حالا پول در نیاورده و همیشه حقوق بگیر بوده خیلی واضح من توضیح بدم تا حالا خیلی راحت پول تولید نکرده خودش نمیدونه که به چه سختی در میاد همین پتروشیمی که الان عرض کنم خدمتتون که داره به اصطلاح این هزینه‌ها رو داره میده شما میدونید به چه سختی دارن صادرات میکنن تا ارزش برگرده خب من چون تو جریان کار هستم میدونم که به چه سختی داره این اتفاق میفته تو کشور ما و
تمام تلاششون رو میکنن که بالاخره دل مردم رو شاد کنن، دل هوادار رو شاد کنن، هزینه کنن که دل هوادار شاد بشه، ولی متاسفانه نمیشه. وقتی پول زیادی میاد دیگه این اتفاق میفته. من الان این به فکرم رسید که میرن سیدوف میارن، خیلی راحت، خیلی ببخشید. عین این قصه است که شما وقتی که وارد یه شرکتی میشید، یه غریبه بیاد داخل یه شرکت، تا بیاد بفهمه تو این شرکت چه خبره، 9 ماه 1 سالش گذشته. ما یعنی نداشتیم پیشکسوتایی که بیان بازیکنای خودمون رو شناسایی کنن، بازیکنای خارجیمون رو شناسایی کنن. مدیر ورزشی نداشتیم، یه مدیر ورزشی، مدیر نقل و انتقالات نداشتیم که به اصطلاح بریم از بیرون این هزینه رو بکنیم و این اتفاقات هم بیفته. هیچ وقت اصلا نیستش، همون هیچ وقت هم که نیست. ولی دنیا مدیر ورزشی باید بازیکن خودتو بشناسی، باید بازیکن بقیه تیم‌ها رو هم بشناسه. 100% و همینه. و اینم عنوان بشه که ما روزی 100 بار با در ارتباطیم. خب چجوری در ارتباطی روزی 100 بار؟ چی هستن؟ چه اتفاقی میفته ارتباط شما؟ خب این خب پول زیادی بوده، حالا اینجا هم یه هزینه بکنیم، بیایم به اصطلاح حالا میگم اون اتفاقی که ما تو بانک شهر رقم زدیم، معرفی آقای نکونام فکر کنم اولین بار بود که این اتفاق افتاده بود. از اون به بعد دیگه دوستان یاد گرفته بودن، هر اتفاق میافتاد سریع یه دونه مراسم رونمایی. حالا این صحبت ها رو میکنیم، شاید فردا فضای مجازی کلی هم حالا حاشیه بسازه. مثال میزنم، به عنوان مالیات عرض کردن، من تو جریان هستم که به مالیات جریمه سنگینی و مثلا باشگاه استقلال داشت، بودن 300 و خورده میلیارد مثلا. میرن جرائمو میبخشن و میگن آقا مبلغ مثلا 30 میلیارد شما بیاد پرداخت کنید جرایم بخشیده بشه. کسی پیگیری نمیکنه، چون بعد تاریخی باز برمیگرده همون جرایم. کسی پیگیری نمیکنه، براش مهم نیست. خط قرمزی وجود نداره که اگه این کارو نکنم من توبیخ میشم. کسی پیگیری نمیکنه، مالیات میاد کل حساب جرایم و کامل از حساب پتروشیمی برداشت میکنه، همون برداشت میکنه، در حالی که میتونست با 30 تومن. چرا؟ به خاطر اینکه خط قرمزی نیست. کسی نمیگه که خب الان من این کارو نکردم. استقلال هم اعصابشون به شدت خورد از یه اتفاق عجیبی که برای باشگاه استقلال افتاد دیگه. استقلال 2 تا پنجره نقل و انتقالاتش به خاطر فسخ‌های یه طرفه غیر مواجه پشت سر هم 6 تا تو 2 سال محروم شده و تو پنجره نقل و انتقالاتی زمستون و سال بعد هیچ بازیکنی نمیتونه بگیره. اینو جوابش کی باید بده؟ حالا باشگاه استقلال ببینید مدیر عامل مثلا آقای تاجرنیا که نمیتونه بیاد بره اینو پیگیری بکنه. باشگاه استقلال حقوقی داره، حقوقی باید اینو پیگیری میکرده تو این مدت. خب حالا اتفاق افتاده، کسی میره خط قرمزی هستش که به اصطلاح حقوقی رو توبیخ کنه، آقا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این ضرر رو به باشگاه استقلال زدید؟ به این صورتی که هیچ کس مسئولیتی قبول نمیکنه. متاسفانه الان من خبرایی که مثلا دارم میگم براشون مهم نیست، میگم ما قرارداد اونو داریم، پول اونو داریم میگیریم، حالا اتفاق افتاد مهم نیست. باشگاه پرداخت میکنه جرایمو، باشگاه پنجره‌اش بسته بشه، حالا مهم نیست، باز میکنه. این مهمه که وقتی شما دلسوز سازمانت نباشی این اتفاق میفته. من همیشه میگم که اگه قرار باشه شما مدیری جمع بکنید تو هلدینگت، مدیرایی رو بذارید کار بگیرید و برای شما کار کنن، سعی کنید کسانی اول باشن که دلسوز شما باشن، بگن که یه قانونیه دیگه، دلسوز شما باشن. الان هم این اتفاق نمیفته متاسفانه. میگم پول هست، میایم حالا انجام میدیم و تا وقتی هم که این طرز تفکر این فکر باشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال واقعا اتفاق عجیب و شرم‌آوریه به نظرم برای همه کسایی که تو این داستان نقش داشتن، از فسخ منتظر محمد گرفته که اون خیلی داستان داره، اون هم توش دلالی هست، هم ناکارآمدی هست، هم سهلنگاری هست و این نبودن نهاد نظارتی که بالا سر اینا وایسه خیلی عجیب غریبه. من متاسفانه ما دوره ما نهادهای نظارتی واقعا بودن، الان هم باید حالا حراست هلدینگ حتما باید ورود کنه تو این قضايا، وظیفه‌شه که تو این قضايا حتما ورود کنه. چند تاشو می‌خوایم بررسی کنیم، چند تاشو باید ورود بکنه، ببینیم چی میشه. دلیل این فضایی که پیش اومده بین هوادارا و باشگاه چیه؟ ببینید طبیعتاً قطعاً پرسپولیس و هم تو رقیب سنتی ما استقلال انتظارات همیشه بالا بوده، فلذا کار اون فرایندی که عرض کردم، هم از مدیریت و
سخت افزار و مغزه همه اینا که باشه اون المانا باید جوری قرار بگیره که بیاره انتظارات رو برآورده بکنه. متاسفانه این اومده پایین. یعنی شما یه گپ بسیار زیادی رو الان داری میبینی از انتظار هوادار با اون چیزی که داره اتفاق میفته، خروجی که هست. من یه نکته هم که الان جناب عالی فرمودید همیشه به خودم میگفتم ای کاش این خبر دروغ باشه که مثلا درگیری رو سکوها بین هوادارا و اینا صورت میگیره. اینا من خودم عرض میکنم خدمتتون زمانی که خودم بودم اینا در انتهای کار حالا مسئولی که در اون موقع بود و اینا از طریق یک دوستان مثلا که آقا فلانی رو اول رو سکو خراب میکنیم بعد عوضش بکنیم، یعنی اول هوا رو شعار بدم بعد عوضش بکنیم مثلا اینا که من خودم مثلا گفتم سریع رفتم گفتم آقا من میرم سکو هم ببینید دارایی تمام این بنگاه ها مثلا مسئله ورزشی هوا داره. یعنی باشگاه رو کاکل سر هوادار داره میچرخه. از اونی که یه بلیت میخره، اونی که میشینه پای تلویزیون، تا اون کسی که حتی میاد کمک‌های خاص میکنه. ببینید همه اینا رو کاکل اون هوادار میچرخه. و اگر بهش احترام نذاریم ما عواقبش چی میشه؟ دلزدگی پیدا میشه. بله. این دلزدگی چی میشه؟ باعث میشه فضاهای مجازی رو ما به شدت قوت میدیم. شما فکر کنید اثرش رو کیه؟ اولین آرزش رو بازی کنه، استرس. آرزه بعدش رو کادر فنیه، مربی، کادر پشتیبانیه. غافل نشید اینا. حالا خیلی از این فضا پیش اومد. ببینید فضای مجازی یه جوری شد حتی اون دستاوردهایی که تو دوران آقای درویش، قهرمانیایی که بود، موفقیتایی که بود، همه داره دیگه زیر سوال میره. یعنی اگه ایشون شاید حتی بی‌توجهی آقای میرزاقی، بی‌توجهی به اون المانایی که باید به قرار بگیرن. من برای شما یه مثال زدم. نبیل باهویی چقدر روش مسئله بود اومدنش. بله. منم مثل جناب عالی، حالا شما اینجا نشستید، منم به عنوان یه هوادار تو خونه میشینم، حالا سامانه فلان رو میخونم، تو اون فلان رسانه رو گوش میدم، فلان جریده رو میخونم. خب میبینم سرمربی میگه نمیخوام، اون میگه ورشته اوله. بعد جعل میشه که خود برنامه شما بهش پرداخته میشه. ببینید اینقدر راحت میگه که خب جعل یه جریمه میشه میگه، ولی من معلوم شد جائل کیه، نه کسی دستور داده بهش کیه. اینا رو هوادار نمیبینه. اون گپی که شما دارم میگم انتظار اینجاست، ولی ما دائم داریم فضا رو میاریم پایین. فاصله خب این میاد کجا؟ رو سکو. نارضایتی چه میکنه؟ من حرفم اینه که خواهشاً اصلا هوادار رو نباید بهش بی‌احترامی میکرد. هوادار تاج سر باشگاه است. صرفاً این که بیاد حالا یه حرفی هم بزنه بعد بهش بپردازیم. چرا ناراحت هوادار؟ خب میبینه نتایجو، بعد بهش پرداخته بشه. خب الحمدلله پول خوبی هم که الان داره میاد. چرا تو این فرایندی که باید درست بشه صورت نمیگیره؟ فلان بازیکن میاد، فلان الان بازیکن‌های اخیری که الان اومدن، فلان بازیکن هپاتیت داره بدون آزمایش میاد. ببین من اصلا نمیخوام الان راجع به شخص خاصی بگم تو یکی مقصری، ولی چرا این اتفاق میفته که ذهن من این میشینه که داره باشگاه یه کارایی میکنه که اصلا مثل که براش مهم نیست. خب این خروجیش هم میشه یه نتیجه مساوی یا خدای نکرده ببازه، خب آرزش میشه رو سکو. این چیزیست که نباید اتفاق بیفته. اگه ما این کارو بکنیم خب همین میشه. من یه مثال دیگه هم بزنم بحث قبلیمون، بحث مالیاتی که الان ایشون هم فرمودم. میخوام اینو بگم اون زمانی که ما بودیم خب باشگاه دولتی بود و حالا هنوز مشکلات این تک مالکیتی بود، یه خود ما رفتیم دنبالشو. 100 خورده میلیارد تا اون موقع مثلا بدهی مالیاتی. گفتیم آقا ما حاضریم بریم اینو، رفتیم با وزیر وقت و همین آقای تقوی نژاد مال اداره مالیات ها بود، قبول کردن 251 مکرر، یه ماده قانونی است که ما میتونیم بریم دوباره بررسی بکنیم. بهشون گفتیم آقا هیچ دوره‌ای نبوده ما درآمدمون بیشتر از هزینه اون باشه که بخوایم مالیات عملکرد بدیم. قبول کردن اینو بازنگری کنیم. همون موقع پیش بینی خودشون هم بود از 115 تا ما میایم پایین تقلیل پیدا میکنه 6 تا 10 میلیارد تومان. خود به زمانی که خود بنده خودم رفتم، حالا چی اتفاق افتاد؟ آقا خصوصی سازی میخواد بفروشه، بذار سهامدار خصوصی بیاد بده. آقا شما اگه این مالیات رو صفر کنی قیمت اینجا بالاتر میره. الان هم همینه. خب پول هست دیگه، بذار هزینه کنیم. حالا مثلا 400,000 جریمه سازمان لیگ جریمه میکنه برای جهت بکنه.
الان شما بازیکن گرفتید. الان شما اگه به جای آقای درویش بودید چیکار می‌کردید؟ میموندید تو پرسپولیس یا استعفا میدادید؟ حالا خود سوال خیلی به خود جنبه سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. اینا همون کاری که قبلا کردم، دیدم سکو میخواد اختلاف بشه، خودم کنار کشیده بودم. نباید ما سکو و هوادار رو قربانی امیال شخصیمون بکنیم. من خواهشم اینه که فقط هم اونجا نیست. ببینید ما الان داریم انگوش فقط به یه نفر میگیم. من میگم خیلی کسای دیگه. من حتی ببخشید ضمن احترام به تمام سهامدارایی که هستن، هیئت مدیره ما خوب کارش انجام نداده. حتی من خدمت یکی از عزیزانی در بانک شهر رسیدم، اون بحثی که باشون کردم، قرار بود یه حسابرس بفرستن که ببینن چی داره اتفاق میفته. یه سری نکاتی گفتم، خب دیدن نکات اصلی و درستیه. خب چرا نفرستادن؟ باید بفرستن دیگه. مجمع حق داره. مجمع یعنی صاحب اون بنگاه. حالا درست کنسسیوم است، یه کسی حق ممتازه داره، 3 تا صندلی یا 5 تا صندلی رو داره، خب ولی باید بره کنترل بکنه. بله. الان آقای دکتر احمدی گفتن که ما 1500 میلیارد تومان رو برآورد امسالشونه برای بودجه، ولی ما دیگه کار دیگه، یعنی با چه کاری باید انجام بده نهاد بالا دستیشون؟ ایشون که دیتیل که نمیتونه تو جزئیات بکنه. ایشون نباید بیاد ارنج بکنه. ایشون بازیکن نباید بگیره. ببین کاره، ولی باید آدم میره گمارده اونجا بکنه با وظایف خاص و بگی آقا این وظایف شماست. چرا به اینجا میرسیم ما که یک همچین قراردادایی بسته میشه، یک همچین عملکردی داده میشه، به اینجا میرسیم که حالا این خروجیش میشه؟ گفتن که خود آقای درویش انقدر دلسوز هستن، دوست آقای حجت کرمی هم هستن، البته میتونن کامنت بدن. حتی دوست مشترکتون هم زنگ زد بهشون که آقا این کریری که داشتی تو، مثلا قهرمانیایی که آوردی با این داستانا نذار مثلا خراب بشه، داستان بشه. آقای دکتر احمدی گفتن که آقا ایشون انقدر دلسوز هست که اگه خودش حس کنه مشکل سازه برای این سیستم استعفا بده، ولی انگار هنوز به این جنبندی نرسیدن. حالا یه مثالی هست که همیشه تو بحث‌های مدیریتی میکنم، میگم فلانی آدم خوبیه، گفتن که خب مادر بزرگ منم خیلی آدم خوبیه، ولی دیگه کاری ازش بر نمیاد دیگه. اینو خیلی دقت بکنیم. اینا اینکه دلسوز بودن، خب منم دلسوزم، بنده رو بزنم پشت اون دستگاه نمیتونم کارشو بکنم، بنده رو بزنم تو حوزه دیگه، دلیل نمیشه که چون منم دلسوزم شما هم دلسوزی، جناب عالی که دلسوزی ببرن تو اتاق عمل برای یه کار پزشکی، خیلی هم دلسوزی، خیلی هم طرف رو دوست داری، مریض رو به جونت بسته است، میتونی کاری بکنی؟ نه. ببینید دقت بکنی، هر کسی تو جایگاه خودش، اثر خودش، تجربه خودش، ولی اینا نیست. قرارداد خودشونو میگن با کادر، میگن دور و بر 800,000 تاست. حالا نسبت به اون موقع یه افزایش مدلی داشته، ولی تو بحث قراردادا یعنی من مطمئنم که 2 تا بازیکن اصلا بازیکنی نبودن که ایشون می‌خواسته. شاید این حالا اولین بار این مدلی میشنوید. هم نازون که ما به کیفیتش کاری ندارم، نازون فوتبالیست خوبیه، اینو تو تیم ملی داره نشون میده، ولی ایشون نمی‌خواسته، نه نازون و نه موسی جنپور. یعنی این 2 تا بازیکنن که حالا نمیدونم به چه شکلی یا اصلا اولویت انوم ایشون بودن دیگه. نهایت گفت آقا هی گفتن آقا اینو بیار دیگه، گفتم آقا ستای اول منو نگرفتید، ولی میخوای بیاری فوروارد دیگه مجبوری اینو بعد برداری. که بازیکن کی بودن من نمیدونم، ولی این 2 تا رو ساپینتو نمی‌خواسته. بله اینم من متوجه شدم. به این قصه مدیریت همینه دیگه. من اینو دارم میگم، موقعی که من مدیریت میکردم نمیگفتم 19 تا بازیکن من میارم 5 تا شما بیار به مربی. باید کل بازیکن‌ها رو مربی باید انتخاب میکرد و کمیته فنی. ولی خب این اتفاق الان نیفتاده. شما الان همین 2 تا بازیکنی که اسپوردید و متاسفانه خب ایشون نمیخواسته، ولی قرارداداشون رو شما نگاه کنید، قرارداداشون سرسام‌آوره، عجیب غریبه. واقعا من تو استراماچونی 1,700,000 یورو بود استراماچونی، 1,700 با جرایمش بود. ما فقط دیگه سازمان ملل نرفتیم که بگیم آقا تو رو خدا پول بدید که استقلال داره میفته دست پایین‌تر. ما رفتیم با تمام سختی این پول رو تهیه کردیم، پرداخت کردیم با تمام سختی. اومدن شایعه درست کردن آقا کمپو گذاشتم، بانک شهر کمپو برداشت، 1000 تا قصه درست کردن. ما اون موقع سیاستمون بود آقا یورویی که بود 30 تومن همینجوری میمونه. استراماچونی که برای 1 روز تا هم اتفاق میفته سریع میگن که بریم دنبال استراماچونی باز. نمیدونم هوادارا متاسفانه اون که جایزه بگیره، جایزه بگیره 100. حتی برای 1 روزش جریمه 1 روزش از ما 2400 یورو گرفت. 1 روز یا 2 روز جریمه‌شو گرفت تا نامه رو داد. بله. خب ما با این شرایط
ولی ساپی از این نظر مالی خیلی به نظر من آدم با معرفتی بود با استقلال، چون از آدمی نبود 6 ماه حقوق نگرفت، من یادم اون زمان. ولی این بازیکن‌ها رو نمیخواد. شما این موسی جنپو قراردادش الان میتونید ببینید، حالا قراردادش رو خدمت شما پخش می‌کنیم. بحث مربیگری ساپی رو من اصلا مشکلی باهاشون ندارم و به هیچ موقعی جو درست میکنن که شما با ساپی مشکل داشتی و اینا. نه به هیچ موقع مشکلی داشتید، یه چیزایی راجبش گفته راجبش یه چیزایی که گفته بودم. خب یه سری اتفاقاتایی که تو تمرین افتاد. الان نکته که وجود داره اینه که آقا یه سری ناهماهنگی‌ها وجود داشته، بازیکن یه سری فروخته شده به باشگاه دیگه. من فارسی جواب میگم. آقا این موسی جنپو بازیکن آزاد اینجا قرضش میدادن. تو یه نامه دیگه هم داریم، الان بچه‌ها میزنن از استاندارد لیژ فکر می‌کنم باشه، که گفته که آقا ما موسی رو دیگه با تمام احترام بهش گفته ما اینو دیگه گردن نمیگیریم، جای مختلف قرض دادیم تا این تاریخ اگه فصل نکنی دیگه باید بری خود باشگاه پیدا کنی برای خود. این آفر باشگاه استقلاله که اگه نگاه کنید قرارداد 2 ساله نگاه کنید نوشته 2 years guaranteed plus 1 conditional year، یه سالم با توافق طرفین میتونه اضافه شه، یعنی 3 سال. همین موسی کلان داره وینگر بازی میکنه، شرطش هم خداییش خوب نیست. یه چیزی داره 100 سال اولشه نت، یعنی معاف از مالیات. 400,000 تاشو باید همون اول بدید، بعد 700 تاشم 5 ماهه. سال دوم 1,200 300 تا اول باید بدید، سال سوم هم 1,300 که 300 تا اول باید بدید. بازیکن آزاد رفتن براش ساینینگ فی تعریف کردن. ساینینگ فی یعنی بشیم بزنیم، درست آقا؟ بخوریم دوره هم. تو این قرارداد $400,000 ساینینگ فی تعریف کردن برای بازیکنی که بازیکن آزاد بوده. اینو کیا تعریف میکنن؟ خود اون ایجنتی که میخواد ورداره بیاره. خب ایجنت هم باید با یه نفر تو باشگاه هماهنگ باشه دیگه. یعنی ایجنت اگه هماهنگ نباشه با یه مدیری یا یه عضو هیئت مدیره یا هر کسی که نمیتونه بازیکن ورداره بیاره. و $400,000 بند یکم گذاشتن که یه موقع مثلا این ور اونور نشه. همون سال اول آپون ساینینگ لحظه قرارداد، درست میگم آقای کریمی، آقای طاهری، باید $400,000 برای موسی جنپو بدید غیر از قراردادش. یعنی شما 400 تا دادید، 1,100 هم قرارداد سال اولشه که 400 تاشو باید همون لحظه بدید. یعنی $800,000 تا تو لحظه اول، $800,000 باید بدید برای بازیکنی که از کوشکی به مراتب ضعیف‌تره. از اسماعیل قلیزاده که تیم امید آوردید به مراتب ضعیف‌تر. اینو من نمیگم، بازیشو برید ببینید. یعنی یه قراردادی که کاملا دلال محور بسته شده و تبریک میگم به دوستانی که اینقدر مغز اقتصادیشون کار میکنه، هم بلدن با کی از اون ور ببندن هم از این ور ببندن. رو قرارداد نازون هم همینه. نازون عددی که میخواسته خیلی پایین‌تر از چیزی بودی که انگار بسته شده. در جریانید اونو قرارداد نازون هم پایین‌تر بوده قراردادش. حالا دیگه شما اطلاعاتتون فکر کنم از من بیشتره دیگه. درسته، ولی من میگم خیلی ولی قرارداد. حالا یه نکته دیگه بگم فقط راجع به آسانی هم همین جوریه. راجع به آسانی هم این حدود 200,000 دلار آقای طاهری، حدوداً $200,000 میتونستن رضایتنامه اینو بگیرن. این کلا تا ژانویه قرارداد داشت، 2 ماه قرارداد داشت که میخورد به ژانویه. یعنی بعد نیم فصل اضافه میشد. اینو از قصد انقدر عقب انداختن، هی مذاکره نکردن تا اون رسوندن به $900,000، نزدیک $1,000,000 همون رضایتنامه رو، برای اینکه 2 ماه زودتر بیاد. گفتن $1,000,000 خیلی راحت ها، ولی در آوردنش آره $1,000,000 ولی گفتنش برای دوستان ولی خیلی راحته. من خدمت آقای تاجرنیا اینجا گفتم آقا این امضا رو دارید راحت میزنید، تا الان در نیاوردن. امضا رو دارید راحت من حس میکنم میزنید. گفتن نه ما حواسمون هست، تو کمپو داریم و نمیدونم فلان. چون تا به حال خودشون در نیاوردن $1,000,000 و $2,000,000 و $5,000,000 رو. به عنوان مثال عرض کردم زمان استراموچونی €1,700,000 کشتن ما رو، تا کل ایران و کل جهان رو گشتیم تا این پول ما جور کنیم بدیم. باز تشکر میکنیم که از بانک شهر این اون پرداخت کرد. ولی نکته که راجع به قرارداد استقلال میگم که چند تا از بازیکن‌ها اولویت نبودن. مثلا یه مهاجم دیگه اولویت در واقع آقای ساپینتو بوده، اینا رو 2 تاشو که نمیخواسته اصلا، و چند تا دیگه هم اینجوری اومدن. ساینینگ فی درصد اولیه، بازیکنی که 1,200 می‌خواسته رو باشه 1,800 بسته، 1,100 می‌خواسته بودن نازون 1,800 باش بسته شده. آسانی اینجوری مبلغ رضایتنامه و همین پول شدیدی که من خدمتتون عرض کردم گفتم تا صبح هست، باعث شده که قرارداد اینطوری بسته بشه. خدا رو پرسیدن یکی راجع به این فسخ‌های یه طرفه است که باعث شد این بلا سر استقلال بیاد. یکم راجع به اون بازیکن بوسنیایی فسخ شما تو خودش نقش داشتید اصلا؟ بودید فسخ در زمان شما؟ ما بازیکنی رو فسخ نکردیم، ولی سیلوا شما فسخ نکردید به هیچ عنوان اصلا. و حتی پول سیلوا رو ما تو بانک شهر گذاشته بودیم، هم سیلوا هم ساپینتو که پولشون رو جدا گذاشته بودیم، ولی دیگه ما رفتیم دیگه. حالا بعد اتفاقاتی که افتاد اینا کی مقصر بود سر جریان منتظر محمد و بقیه فسخ‌ها؟ خب اینا رو که خب باشگاه مقصره در اصل، همون کسانی که اونجا حضور داشتن، حالا از حقوقی گرفته تا کسی که روز اون صندلی مدیر عامل نشسته و اون اتفاقات افتاده. و وقتی شما خب
یه شخصی انتخاب میشه که به هر نحوی بشینه رو اون صندلی. آقای سمیعی منظورتون؟ حالا دیگه من اسم نمیبرم دیگه، کلا دارم میگم به هر نحوی بشینه رو صندلی و حاضر باشن که این امضا بکنن که این بازیکن‌های بوسنی بیاد. حالا ایشون که میگن که آقای شهریاری گفتن که این بازیکن‌ها بیاد و میتونن قبول نکنن. مثل من که به اصطلاح زیر بار نرفتم، بلند شدم رفتم، گفتم آقا خداحافظ شما، چون اتفاقی که برای من افتاد. شما با سمیعی مشکل داشتید یادمه دیگه؟ حالا اون موقع بله دیگه، اون موقع کار یعنی هم بله ما زمانی که ما بودیم بله آقای سمیعی حضور داشتن و حقوقی باشگاه بودن اون موقع. چرا چه داستانی داشتید؟ داستانی که با هم دیگه نداشتیم، سر یه سری اختلافاتی که حالا بودش و یه سری پرونده‌هایی که حالا من خودم به نوعه اون موقع دلم می‌خواست پیگیریایی بشه و پرونده‌ها پیگیری نشده بود، مونده بود و یه سری قراردادها بودش. روی این حساب حالا اتفاق افتادش. منتظر محمد در جریانید شما؟ منتظر محمدو که میدونم که به اصطلاح بله تو جریان هستم که فسخ کردم متاسفانه. حالا به جز منتظر محمد یه افراد دیگه ای هم فسخ کرده بودن. بله دیگه 6 تا فسخ غیر موجه. من چون مهرداد محمدی رو دیدم، بله مهردادم دیدم بدون اینکه خودش خبردار باشه. حالا چرا این اتفاقات افتاده بود بدون اینکه هماهنگ باشن با هم دیگه، جالبه که خودشون باید جوابگو باشن که چرا این اتفاق افتاده بدون اینکه بازیکن بدونه خودش فسخ. چون مثلا من مهرداد محمدی دیده بودم که بنده خدا اومد گفت آقا من اصلا خبر ندارم، منو فسخ کردن. خب این تخلف دیگه. حالا این اتفاق هم افتاده که متاسفانه برای باشگاه استقلال انشالله که این مشکل هم حل بشه و حقوقی باشگاه پیگیری بکنن و این اتفاق حل بشه، حالا به هر نحوی که هر کی مقصر بود. آره نمیدونم ولی اگر یک بارم که شده مدیرانی که میان، حتی من سدوجت که نشستم، از منم بیان شروع کنن، هر تخلفی داشتم هر موردی داشتم شروع بکنن و این برنامه‌ها رو تخلفات رو بیان پیگیری بکنن و اجرایی کنن. اگه من تخلف کردم با من برخورد کنن. الان من همین رو مثال زدم، عرض کردم خدمتتون. الان اون موقع ما تمام بدهی‌های خارجی از 10 سال مدیرای 10 سال مونده بود، درسته؟ تا استراموچنی اینا 10 سال، دیاباته، پادمانی همه مونده بود. یعنی هیچ کس اینا رو پرداخت نمی‌کرد، مینداخت گردن بعدی. به همین صورت اومده بود، اضافه شده بود. الان هم شما حساب کنید، من عرض کردم خدمتتون، اگر فردا انشالله که آقای شریعت مداری 120 سال باشه، اگه فردا آقای تاجرنیا نبود، حضور نداشته، کی میخواد یکی دیگه بیاد اون سر؟ کی میخواد اینا رو جوابگو باشه؟ شکایت ها شروع میشه و اینم شما بدونید تا $1 هم میگیرن دوستان. بله. یعنی نیستش که بگذره با جرایم. آقا منتظر محمد هم توضیح بدم که باشگاه استقلال قراردادش رو فسخ کرده، 2 ساله بوده، 1 سال تمدید، 2 ساله که هیچ بازی نمی‌کرده رو 1 سال دیگه هم تمدید کرده. این خودش یه نکته. اینو که بازیکنی که حالا نمی‌خواسته، جواد نکونام نمی‌خواسته، بازیکنو نمی‌خواسته، 2 ساله شده 3 سال برای اینکه درصدشون رو بگیرن. حالا اگر تو این 7-8 ماه هم، من نمیدونم آیا تو این 7-8 ماه اقدامی حقوقی کردن، پیگیر بودن تا این اتفاق نیفتاد. آره میدونید قصه همونیه که عرض کردم. حالا فدراسیون آخر که آقا استعلامی که فیفا هم گرفته راجع به مصطفی بوده، یکی دیگه بوده. بله. در حالی که تو نامه ها اسم منتظر محمد هم هست. نه یکی دیگه است. من چیزی که از فدراسیون پرسیدم یکی دیگه است. به هیچ عنوان منتظر محمد نیستش. و این خیلی بازیکن به نظر من سرنوشت پیگیری کردم. بله. چی شده؟ منتظر محمد نبوده. مصطفی فدراسیون. بله. خب این نمیدونم اشتباه کسی بوده، چون یه نامه فدراسیون زد، بعد استقلالیا یه سری دیدم که کانالاشون و پیجاشون زده بودن که آقا این منتظر رو پیگیری کرده بودن که آقا این وضعیت قراردادیش چجوریه. فدراسیون اعلام کرد که آقا این وضعیت قراردادی اصلا قراردادی نداره، با مثل رفسنجان بعدن قرارداد بسته. بازیکنی که تو همون زمان یادم آلومینیوم می‌خواست معرفی شده بود به آلومینیوم که مجتبی حسینی گفت بود این 5 میلیارد بیشتر نمیارزه. تازه بعد خودش گفته بود اگه منو میخواد داهاش هم باید ورداریم. یعنی اشانتیون منتظر مصطفی هم بوده. اینو گفته بوده، شرط گذاشته بوده. با 2 میلیارد بعدش میره نساجی و یه پرونده عجیبی برای استقلال تشکیل میشه. این فسخ‌های طرف استقلال 2020 نگاه کنید، نیکولای بودروفو فسخ کردن زمان آقای سعادتمند بوده، آمانوفو فسخ کردن آقای فتح‌الله زاده. آیا کریمی فسخ نبوده به هیچ 2 تیر فسخ کرده، شما 13ام استفاده دید. زمان شما میشه. نه به هیچ عنوان من فسخ نکردم. اگر این قضیه این اتفاقی که گزارشی که تایید کردن یه خبرگزاری، خب طبق به خاطر یه سری برنامه‌ها اینو پخش کردن، من به هیچ عنوان فسخ نکردم. مثلا سیلوا فسخ نکردیم تا اون تاریخ فسخ نشده بود. فسخ نشده بود. آره. کوین یامگا بوده، آقای سمی منتظر محمد بوده، آقای سمی
جوکفسکی یا زیلیگیچ بود. ببینید همین یامگاه یعنی بوسنیایی‌ها به فنا داد و منتظر محمد استقلال و این سه تا به فنا دادن، یه دقیقه بازی نکردن برای همین یامگاه. موقعی که من نشستم نوتیس داده بود 180,000 یورو. اون موقع هم قراردادش حدوداً 2 میلیون یورو بودش 2-3 سالش. بله. همین آقای یامگاه ما به من تا نشستیم گفتن آقا نوتیس داده. ما با بدبختی 180,000 یورو هماهنگ کردیم، گفتیم آقا بیا بگیر. چون اون موقع دیگه آموزش داده بودن نگیرید برید شکایت کنید. 180,000 یورو هر کاری کردیم نیومد از بانک شریم. خب همین من میخوام اینجا وارد مسئله ایجنتا بشیم. ضمن اینکه ما مثلا مرداد و بلانکو اینا رو نگفتیم که فسخ کردن بعد مربی خواست دوباره برگشتن. ما فقط همینایی رو گفتیم که بیچاره کرد استقلال و دو تا پنجرهشو بست. همینایی که شما میبینید. این ایجنتایی که میگید راجع به نقششون الانم بله همین رو خواستم کنم. ببینید ایجنتشون از دبی اعلام کرده آقا شما پاسپورت ایشونو بدید بیاد. ایشون پول نمیخواد، بعدن حالا ما میایم حساب کتاب میکنیم. ایشونو من تو باشگاه خواستم تا موقعی که امضا نگیرم از ایشون. امضا گرفتم، فیلم گرفتم، پولو تحویلش دادم، بعد پاسپورتو تحویلش دادم که اون اتفاق آمانوف نیفته. نه الان چی؟ الان نقش ایجنت تو باشگاه استقلال چجوری می‌بینی؟ خب الان متاسفانه شما نگاه میکنید 13 تا بازیکن فکر کنم بیا ایجنت. درسته 13 تا بازیکن. خب شما چند تا خارجی هم که خارجی هم که مشخصه، تیم‌ها کلا مشخصه. شما حساب کنید خب این چه اتفاقی میفته؟ هر آنی که اون ایجنت بخواد بازی رو میخوابونه، بازی استقلال. خب چرا باید مدیریت همچین کاری رو انجام بده؟ من یه سوال دارم، مدیریت فقط همینو بلده که بیاد بگه من پول میدم، پولو که از خودت نمیدی که. یه دونه 1 ریالی از خودت نمیدی. من اینجا میتونم مدعی باشم خود من خیلی هزینه کردم از جیب خودم، ولی به هیچ عنوان شما نمیتونید یه سند پیدا کنید من 1 ریال از باشگاه استقلال گرفته باشم. بیان شوخ بزنن، از تمام مدیران شوخ بزنن، بیان تا آخرین نفر. آیا از جیب خودش میخواد بده؟ نمیخواد بده که. حالا اگر یک بارم که شده محکم پای این قضیه وایسن و بیام اعلام بکنن آقا هر مدیری تخلف کرد، این قصه ای که قرار بودش که تو فدراسیون اتفاق بیفته، سقف بودجه، مدیر عاملان برن امضای محضری بدن که اینقدر پول پرداخت کردن به این بازیکن ایکس. امضا هم دادن، اومدن بعد زیرمیزی دادن. نه امضا ندادن، محضری نرفتن امضا بدن. محضری همونجوری صورت جلسه زیرمیزی دادن. بله. اگر محکم خب زیرمیزی رو برن پیگیری کنن. اگر محکم این اتفاق افتاده بود، فدراسیون محکم این قضیه رو وایسه پای قضیه، ولی آخه به قول تو کدال چجوری اینا میخوان بذارن هزینه ها رو؟ الان ما منتظریم دیگه، منتظریم تا سال مالیه برسه. الان ببینید شما اینو در نظر بگیرید، باشگاه استقلال رو چند قیمت گذاری کردن؟ 2500 میلیارد تومان، فکر کنم 2500 2.5 همت. خب شما الان دارید میگید نزدیک یوروه، چون 20 میلیون یوروه حدودا میشه 2000 میلیارد 2.5. نه با یورو الان میشه 2600 2700 همت میشه. خب یعنی بیشتر از قیمت شرکت شما هزینه کردید. خب غیر منطقیه. شما اگر بیاید تو بحث سرمایه گذاری، وقتی سرمایه گذاری میکنید 2 همت داری از این میکنی، باید یه برداشتی داشته باشید. شما الان این بازیکن‌های خارجی رو، من یه سوالی میکنم، شما دیگه خودتون وارد این بازیکن‌های خارجی رو شما کجا میخواید بفروشید؟ گرونتر نمیتونید. مثلا ماشین چینی میخری، باید قطعا ارزان‌تر بفروشید دیگه. گرونتر شما قیمت خودش هم نمیتونید بفروشید. ولی اسماعیل قلی زاده رو میتونی که جوونه. این مثل چیز میمونه، داروسته استادیوم آزادی رو آیتاری، من یه مثال بزنم. داروسته استادیوم آزادی رو اجاره می‌کردن سال N تومن. خب میرفت خرید یه سالش ارزان‌تر بود، برای اینکه بتونن پول روش بردارن. حالا من یه مثال الان میزنم، عرض میکنم. الان این صحبت‌ها رو که ما میکنیم شروع میکنن تو فضای مجازی، همونجور که اون زمان کار میکردیم دیگه. به قول دخترم صبح میومدم میگفتش که بابا کی رو اخراج کردی؟ همه فضای مجازی بزنن. این اتفاقم الان همینه. میترسن مدیری که اقتدار نداشته باشه به درد مدیریت نمیخوره. این واقعیته. باید اقتدار داشته باشه، نترسه از فحش دادن. ما اندام خسته نشن. تو 2 بخش دیگه تمام کنیم. سوال شما رو من فقط بپرسم از دوستان. یه فصل زمان لوکاس جواو داشتن که 1403 بوده. این لوکاس هم خیلی فکر کنم 800 900 هزار تا قرارداد شد اگه اشتباه نکنم. یه بار دیگه با یورگن لوکادیا داشتن. رادوشوویچ رو فسخ کردن، زمان آقای سمیعی بود. اون یکی زمان آقای درویش.
بعد استوکس زمان آقای رسول پناه بوده، بودیمیر بوده که زمان آقای عرب بوده، گابریل کالدرون، محمدحسن انصاری فقط که کالدرون میشد راحت به نظرم نگردش نیفس هم نتیجه خوب گرفته بود. زمان شما هم مهدی طارمی و رامین رضاییان و آنتونی گلج. این اطلاعات غلطه. چرا؟ اصلا ما فصل نکردیم با نه رامین و مهدی خب زمان شما ریز اسپور فصل نکردیم. خب چی شد؟ اصلا چی شد؟ یه دقیقه توضیح میدید در ما اصلا کلا. من تو برنامه شبای فوتبالی که حالا اون موقع آقای عبداللهیان آقای توتونچی بودن اینو کامل آوردیم توضیح دادیم به مدارکش میشه. بس فسخ نبود اصلا. نه ببینید اینا علیرغمی که ما تو قراردادمون داشتیم اینا بلند شدن رفتن و ما منتظر بودیم اینا برگردن. حتی جوری بود که ما میتونستیم کلیم بکنیم بازیکن خودمون رو میتونستیم همین فرآیند دیگه ریز اسپورت من خودم بکنم 4 ماه اینا محروم بشن، اما این بازیکن خودمونه. اینا رفتن اونجا مثل کاری که سر تراکتور و پرسپولیس اتفاق افتاد. بله مثلا همین کارو میتونه، ولی خب بازیکن خودمون بود. اینا رفتن یه پیش قرارداد، دقت کنید، پیری اگریمنت، اینا مستنداتش هست. من اون موقع تو شبای فوتبال دارم، تو سایتشون هم گذاشتن، همه دیدن. اینو عبارت حقوقی تیک تو این فورس گذاشته بود، یعنی اجرایی شدن این پری اگریمنت با 3 شرط بود برای آقای طارمی. یکی این که بره آزمایشاش تو سازمان لیگ انجام بده، آزمایش پزشکیشو، یه حساب وا کنه، پول توش واریز بکنن برای اون کار. یکی هم بره ITC، همون آیدی که اینجا دارن، از طریق ما بره به فدراسیون و بره به اونجا یه سند بیارید که همچین اتفاقی افتاده. یه دونه اینا اتفاق افتاده، هیچ کدوم. وقتی رفت اونجا و بعد از یه مدت با خود من صحبت کرد، گفت آقا به من کمک کن، گفتم بلند شد. حتی نفرمون رو می‌خواستم من خود آقای ترکاشوند رو بفرستم. همون شبی بود که یادتون باشه یه کودتایی در استانبول شد، یه اتفاق تو ترکیه بسته شد که پروازا بسته شد. بعد یه هواپیما سفارت ما اونجا ارنج کرد، ایرانیایی که اونجا بودن از جمله خود آقای طارمی با اون هواپیما برگشت اومد اینا، که ما دیدیم هیچ کدوم این اتفاقات 3 شد نیفتاده که قراردادمون هم باش داشتیم. الان گلج چی شما فصل کردید؟ گلج هم فصل نکردیم. گلج رفت. گلج ما قرارداد بسته بودیم اومده بود، اما توی ارنج آقای برانکو قرار نمی گرفت. حالا آماده ساز نبود اینا. اینم ناراحت شده بود که آقا من بازی بکنم، چون قبلش هم تو تیم کره جنوبی بود که قهرمان شده بود. بله. قهرمان شد. ولی اینجا طبق نظر سرمربی ما قرار نمی گرفت که بره تو اسکات و تو اون لیست بره که بیارن. درسته. خب رفت. این بلند شد رفت، یه مقدار بلند. طبیعتا پولشن تا اون زمانی که بود گرفته بود. تو یکی از شب‌های آرام تابستانی بله قرار بود که شما یکی از عجیب‌ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایران رقم بزنید و علی بیرانوند از پرسپولیس بیاد استقلال. بله. قبول دارید؟ بله. خب بعد اوضاع اینجوری بوده که انگار یه دوست مشترکی به شما زنگ میزنه و میگه که علی بیرانوند اینجاست، شما هم بیاید با حمید سوریان اونجا. اطلاعاتم درسته؟ خب انجام بعدش شما میگید؟ نه عرض کنم خدمتتون. خب ببین ما تو نقل و انتقالات داشتیم کار میکردیم، مربی رو گرفته بودیم، لیست آقای جواد نکونام هم طبق لیست داشتیم میرفتیم جلو. علی تو لیست جوادم بود؟ نه علی نبودش. ظهر حالا باز این یه حاشیه نشه، باز علی آقا الان عرض ادب و احترام باز حاشیه نشه درست نکنه. یکی از دوستان به ما تماس گرفتن که شام تشریف بیارید در خدمتتون باشیم، همسایه هستیم ما هم رفتیم علی آقا هم اونجا بودش با وکیلشون، رفتیم صحبت نشستیم و خلاصه یه صحبتی شد که علی آقا میخوام بیان استقلال. الان من از شما یه سوال میکنم، سر همین برای من حاشیه درست کردن، گفتن که سر قضیه آقای بیرانوند شما شکست خوردید. خب شکست خوردید، آقای بیرانوند نمیخواست بیاد. آقای بیرانوند سال بعد کجا رفت؟ تراکتور. بس قرار بود بیاد دیگه. شامو بگید. الان قبل شامیم یا بعد شامیم؟ این بعد شامه. بعد شامه. علی آقا اون موقع فکش عمل کرده بود، نمیتونست غذا بخوره. اون دوستمون هم غذای یونانی درست کرده بود. علی آقا هم خیلی خوشش میاد ولی ماست میخورد فقط، نمیتونست بخوره. دوستتون چون یونان زیاد میرن عرض کنم خدمتتون بعد که خلاصه صحبت شد و ایشون به اصطلاح یه مبلغی اعلام کردن که من میخوام بیام استقلال، قراردادم فسخ میکنم میام. ما هم خیلی صحبت کردیم که نکنید این کارو. همینطور آقای حمید سوریان که هوادار، در صورت بالاخره هوادار و اینا اذیت میشید. این صحبت ها شد و ایشون تصمیم گرفته بودن. اومدن فردا شما گرونترین آفر تاریخ فوتبال دادید. خب ما اون پولو در اصل باشگاه نمیخواست بده کلشو، که
کی می‌خواست بده؟ باشگاه نمی‌خواست بده. اسپانسر داشتیم. بله. ما 30 میلیاردشو باشگاه برای 2 فصل، یعنی در از 30 میلیارد ما می‌خواستیم، 30 میلیارد تومان 70 میلیارد تومان هم اسپانسر. یعنی 100 قیمت نذاری 100 تا 90 تا بودش. 90 تا بودش. الباقیش هم اسپانسر داشتیم ما. بس به باشگاه هیچ اتفاقی نمیافتاد. بنده تواناییشو داشتم، اسپانسر داشتم. اون سال قبلشه دیگه. یعنی فکر کنم پیک سقف قرارداد بچه چقدر بوده اون زمان؟ 10 تومان بوده. 15 تومان. 15 تومان سقف قرارداد بوده. به علی 100 تومان میداد استقلال. بله. که البته اسپانسر داشت میداد. همون جور که برای پرسپولیس به اصطلاح اسپانسر میده اضافه. اینم اسپانسر قرار بده. که متاسفانه خب فردا صبح به اصطلاح حالا علی آقا من صبح دیدم تلفنم زنگ. یعنی اون شب به توافق رسیدید؟ توافق رسیدیم که با این همون کردید؟ بله. چی گفت آقا جواد؟ ایشون هم قبول کرده بودن. گفت علی بیاد. خب هر مربی خدا شده. بله. چرا که این اتفاق نیفته؟ بعد عرض کنم من اینو خواستم بگم که ما به شکست نخوریم. از فردا همون حاشیه‌ای که استقلال عرض میکنم، از فردا دشمنان استقلال شروع کردن تماس گرفتن که این اتفاق نیفته. کی مثلا؟ حالا اسم نمیبرم. اسم نمیبرم. آقا کی به شما اصلا کی میتونه به شما زنگ بزنه؟ مدیر عامل کی میتونه زنگ بزنه بگه نگیر؟ به من نه. به من هیچ کسی زنگ نمیزد. به آقا مثلا به وکیل آقای بیرانوند زنگ میزدن که این اتفاق نیفته. کی؟ آقای خانی هم توی مصاحبه گفتش که دیگه 50 بار یکی از همین دوستانی که الان هم هستن. نه نهاد بالادستی شما بود؟ نه بالادستی اصلا نبود تو تیم، ولی ارتباط داشت با آقای وکیل، میگفتن که این اتفاق نیفته. الان توی مدیر استقلال دیگه اسم نبریم دیگه خواهشان. این اتفاق نیفته. حالا آقای خانی من هر هفته فرنگ و رسانه و چی می‌ترسید دیگه؟ نه نمی‌ترسیم، ما احترام می‌ذاریم. ما که دیگه میگم الان فردا احتمالاً باز صفحات مجازی اینه. خب زنگ زدن گفتن که این اتفاق شما کنسل کردید قرارداد؟ نه کنسل نکردم. حالا یه آقای قربانزاده تماس گرفتن که این قضیه چیه، ما هم توضیح دادم که این قضیه به این صورت اتفاق افتاده. مسئول مجمع شما بودن؟ بله. ایشون باید بهشون توضیح دادم. بعد جلسه داشتیم پس فردا که دیگه این جلسه برگزار من نرفتم، جلسه مجمع نرفته بودم، با آقای خانی رفته بودن. همون روز هم قرار بود ساعت 7 ما یه نشستی داشته باشیم و با یه بازیکن‌ها هم 2-3 تا بازیکن‌ها داشتم من قرارداد می‌بستم. یعنی بعد از ظهرش قرار بود علی بیرانوند رو معرفی کنید؟ فردای اون روز بله. ما قرارداد ببندیم دیگه، صحبت شده بود. چون وکیل ایشون دفتر منم اومده بود. بعد عرض کنم خدمتتون دیگه به من پیامک دادن که هر قراردادی شما امضا کنید مورد تایید نمیباشد. منم همونجا دیگه گفتم خب اگه قرار باشه من روی این صندلی باشم و هیچ قراردادی نتونم ببندم، همونجا خداحافظی کردم. آقای قربانزاده اس دادن؟ بله. داریدن اون؟ بله. ببینم. یعنی آقای قربانزاده به شما گفتن شما به خاطر این استعفا دادید؟ بله. یعنی خب من به خاطر اینکه من برای اون صندلی آره دیگه نه، یعنی گفتن که آقا من اقتدار نداشته باشم نیستم. خب چه اقتدار نداشته باشم؟ یعنی تا پای بستن برای امضا چرا باید بس بشینم؟ خب چرا به نظرتون آقای قربانزاده گفتن که نگیرید اینو؟ حالا دیگه نمیخواستن تو دوران شما اتفاق بیفته؟ ببین خیلی از این اتفاقات نمیخواستن، الان من به شما نشون میدم. خیلی از این اتفاقات نمیخواست. ببین بعد از این قضیه من خب قبل از این قضیه من اومدم با از بانکش، بعد از اینکه کل بدهی‌ها رو دادم و با جوادم قرارداد بستم، اومدم با بانک شهر 500 میلیارد تومان اون موقع می‌خواستیم یه قرارداد اسپانسری ببندیم که الباقی یه بخشیشو بابت بدهی بردارن، یه بخشش هم به باشگاه بدن. درست. خب این خبرها پیچیده بود که داریم چه کارایی داریم انجام میدیم. آره بعد دیدن که خب یه سری هم که دیدن که ما به هیچ عنوان باج نمیدیم به کسی حقیقتش. راحت داریم کار میکنیم. ما یه تماس تلفنی خیلی کوتاه داریم. صحبت از آقای سمیعی هم شد و بحث فسخا و منتظر محمد و اینها. آقای سمیعی نکته داشتن، گفتن که الان من صحبت کردم باشون تماس گرفتن، خودشون یه چند تا نکته دارن که خدمت بیننده فوتبال برتر بگن. آقای سمیعی سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم، مهمانان و بینندگان عزیزتون، علاوه خصوص هواداران استقلال. ارادت. آقای سمیعی راجع به هم بوسنیایی‌ها نکته داشتید، هم راجع به منتظر محمد و این 2 تا فسخی که من نوشته بودم روی وال انداخته بودیم. بله. عرضم به حضورتون که ببینید مهم این نیست که چند بار فسخ میشود. یک آدمی مثل بنده اگه فارغ از دو مدت سرپرستی بگیرید، بنده 5 ماه و 19 روز مدیر عامل بودم. فکر کنم کوتاه‌ترین دوره مدیر عاملی فکر کنم تاریخ استقلال. هم اتفاقات قبلی رو باید همه رو پاسخ میدم، هم بعدی رو. شما حساب قبلش هم فکر کنم معاون حقوقی بودید. آره خب ببین در باشگاه استقلال من قبلا هم گفتم در زمانی که وزارت ورزش برقرار بود
تقریبا مدیر عامل 0 تا 100 دست مدیر عامل بود، 0 تا 100 کارها، مگر کارها رو مخصوص به معاون حقوقی ارجاع میداد. معاون حقوقی زمانی مسئول بود که پاراف میکرد یک برگی رو. هر برگی رو بنده اگر پاراف کرده باشم در مورد صفحه دوم بنده مسئول بودم، ولی بسیاری از اتفاقات در بسیاری از مدیر عاملان خودشون تصمیم میگرفتن. بله. همین الان هم ممکنه خیلی از تصمیمات با حقوقی ها مشورت نکنن. برای هیچ مدیر عاملی اجباری نیست که حتما معاونای خودش مشورت کنن. بشنوه. الان نکاتتون رو میفهمید. ببینید مثلا در مورد برخی از بازیکن اینو میخوام بگم. ببینید مثلا قبل از شما میام مثلا با یک بازیکن قرارداد چند ساله میبندن، خب شما کاری نمیتونید بکنید، مربی هم نمیخواد. اسم نمیارم، مثلا بازیکن حسین مربی میگه به هیچ عنوان من الوجوه این بازیکن رو نمیخوام. منتظر محمد، جواد نکونام. من نمیگم منتظر، من میگم حسین. خب بعد خب بازیکنم میگه یا پول کامل منو بده که شما میگی من پول کاملش رو نمیتونم بدم چون مشکل قانونی پیدا میکنم بدون بازی بهش بدم. خب از اونجا میگه من بمونم تو تیم که اون نمیذاره، پول کاملم که نمیتونم بدم، در نتیجه او یا ما باید فصل بکنیم دیگه. خب قرض بدیم جای قرض بدیم جای ترانسفر بکنیم. آفرین. قرض زمانی میگه که بازیکن قبول بکنه. بازیکن میگه من کلی نیستم هر سال منو قرض بدید، پارسال منو قرض دادید، امسال باید منو قرض بدید. آقا این مشخصه با دلالی اومده. مشخصه با دلالی اومده. مشخصه هم در مورد برخی ها اینطوریه. در مورد بوسنیا میشد قرض داد، پول نبود. ببینید شما هم همینو میگم، برای یک چیز تاریخی رو بخواید شما قضاوت بکنید باید ظرف زمان و مکان رو لحاظ بکنید. وقتی میگم هلدینگ فکر میکنن امسال هم مثل پارسال بوده، یعنی پارسال مثل امسال بوده. نه خیر، پارسال ما برای نقل و 1 ریال نداشتیم. من اینجا میخوام یک تشکری بکنم از آقای رضا حدادیان. چرا؟ برای اینکه هوادارا بدونن چه وضعیتی ما داشتیم. ما پارسال زمانی که هواداران عزیز رفتیم دبی، از دبی می‌خواستیم بریم عربستان، پول هواپیما نداشتیم. یعنی استقلال در این حالت بود. خب اگه پول داشتم این پول میگید پول پرواز ما رو آقای حدادیان و شرکتش تماس بگیرید. میگم که الان اگه ببینید اگه حاج رضا من و حاج رضا 6 ساعت تماس گرفتیم با سفارت ایران در عربستان، سفارت عربستان در ایران، اون کد می‌خواست، شما ایران ایر میشد، هواپیمایشون بارش بود. بله. ما در لحظات آخر تونستیم پرواز بکنیم. مگه این هلدینگ همون هلدینگ نیست؟ نه خیر، نمیتونست انجام بده. دیگه نمیشه به شما کنن. مدت‌ها این کار انجام دادن، بعد گفتن اینجا رو نمیتونیم کمک بکنیم. بعد موقع برگشتم نشد. موقع برگشتم دوباره آقای حدادیان ما رو برگردوندن. آقای سمی جان میگم پس یعنی شرایطی که هلدینگ با آقای شریعت مداری داره خیلی فرق کرده نسبت به پارسال. بسیار فرق کرده. پول نبوده. تو هفته‌ای که من با آقای شریعت مداری کار کردم ببخشید شاید اصطلاح لومپنی کنه ولی کویت بود برای ما. گوش می‌کنید؟ آقا الان دو تا از فسخ‌هایی که باعث بسته شدن پنجره شده دو تاش هم بوسنیایی هستند، یعنی اصل کار. الان این خدمتتون میگم، من اگر پول دستم بود به اندازه پیش پرداخت بوسنیایی‌ها بهشون میدادم، اینا رو قرضی میدادم. 1 قرون وجود نداشت، 1 ریال من پول نداشتم. من همینجا از بازیکنای پارسال تشکر میکنم که از شهریور تا دیما 1 ریال از من پول نگرفتن. دمشون گرم. پولی وجود نداشت. به من گفتم برو اسپانسر بگیر، تیم رو اداره کن. حالا من به خاطر همین میگم، من دست آقای شهید مداری میبوسم. دم آقای تاجینیا گرم. آقا من میگم شما پول پارسال و پول امسال مقایسه نکنیم. با اون بوسنیایی‌ها نمیشد یه جور دیگه دیل کنید که نشه دو تا فسخ غیر موجه که الان پنجره بسته شه؟ ببینید بازیکن یه دونهشون که ببینید اصلا از نظر حقوقی شما میدونی قربان تو برم درست عمل نشد. الان آقای کریمی قسمتی رو اشاره کرد بود حقوقی. شما که خودتون استاد دیگه شوید در این زمینه. اولا بازیکن آلمیدین 3 تا بازی اول در لیست 18 نفر بود و بعدا اخراج شد. خب یعنی کارت بازی صادر شد و تمام شد. اما گلر زمانی که فهمید که چون هولدینگ فکر میکرد که آقای نکونام و آقای سید حسینی محرومن، یعنی به اینا با قاطعیت گفته بودن اینا غیر قابل بخشش و اینا بر نمیگردن، نمیتونید استفاده کنید. هولدینگ هم این کارو نمیکرد. ببین شما 1% فکر کنید آن خبری که به هولدینگ دادن درست میشد و خدایی نکرده آقای حسینی بخشیده نمیشد، آقای نکونام بخشیده نمیشد. خب چه بلایی سر تیم استقلال میومد؟ اوکی. بعد که اتفاق افتاد این گلره اصلا نیامد، یعنی گلره نه
پرواز کرد اومد، اول گفتش باید ویزا باشه که اصلا بوسنیان ویزا نمیخواد ما تو کشور. کلا 3 نفر بودن، بعد 3 تا بودن، یکیش از تورا برگشت، 2 ماه برای ثبت وقت شما اول بیاد تو تمرینات. بعد مشکل بزرگی در پرونده بوسنیا رخ داد این بودش که این دو بازیکن خونه ننشستن، اینا بلافاصله به 2 تا تیم خارجی مراجعه کردن. خب چه فرقی داره برای استقلال؟ چه فرقی برای استقلال کرد؟ برای استقلال فرقش این بود که حداقل از نظر زیان به جای 900,000 تا 200,000 تا میشد. الان 2 تا پنجره عوضش 2 تا پنجره شده بسته شد. 2 سالی که 2 تا بازی کردن از این مبلغ کم میشد. من هنوزم نمیدونم چرا اون عددا کم نشد، چرا مبلغ قرارداد این 2 تا بازیکن 2 فصل در 2 تا تیم بازی کردن. آقا شما آقای سمی شما با سیاوش یزدانی هم فسخ طرفه کردید. جانم؟ فسخ غیر قانونی کردید با سیاوش یزدانی. سیاوش یزدانی یک مسائلی بود من نمیخوام باز بکنم. خودش داره میگه، خودش اینجاست داره باز کنید شما راحت باشید. بله سیاوش یزدانی نظر حقوقی نبود. یه جلسه تشکیل شد، مربیان یک مسائلی رو نسبت دادن، من قضاوت نمیکنم به هیچ عنوان من الوجوه. گفتن حتی 1 دقیقه هم حضورشون صلاح نیست. یعنی من اصلا نمیگم درسته، نمیگم غلطه، نمیگم فلان. یک چیز رو گفتند به من ابلاغ کردن. نکونام؟ جانم؟ آقای نکونام گفتن؟ سیاوش یزدانی مگه شما نمیگید مگه؟ میگم شما میگی مربی گفتن، میگم آقای نکونام گفتن. نه مربی اون زمانی که ایشون چیز شد که سیاوش یزدانی نبود که. کی بود؟ اون آقای ساپینتو بود. ساپینتو فسخ طرفش کرد. آره. اون زمان یه چیزی گفته شد در باشگاه که دیگه بلافاصله به ما گفتن هر عقوبتی داشته باشه ایشون باید فسخ بشه. خب هر عقوبتی شد این 2 تا پنجره نقل و انتقالاتی ها اینم. خب دیگه ببینید یک چیزی رو اتهامی داده بودن، من قضاوت نمی‌کنم، در جریانش هم نبودم، تو جلسه‌ش هم نبودم، اصلا نمیدونم چی شد اونجا. این اتفاق افتاد. اما میخوام یه چیزی شما بگم، آقا میان بازیکن رو میگیرند، خب مربی نمیخواد، اون یکی نمیخواد، اون بازیکنم الان 1000 ماشاءالله ایجنت‌ها و دلالا دورشونن، قشنگ بلدن، میگن توافق نکن، این یا با تو رو راه بده، چون مربی تو رو نمیخواد و نمیتونه تو رو راه بده مجبور کل پولتو بده. من چند روز پیش به همین ماجرای ایجنت‌ها من یه پیشنهاد به از مسئولین دادم، گفتم آقا برای اینکه این مسائل جمع بشه و سریع از ناسری تشخیص داده بشه، این ایجنت‌ها رو بیاید بهشون میخواد مجوز بدید یا حتی بازیکن‌ها بگید آقا شما به کدوم بازیکن‌ها، به کدوم مدیرا، به کدوم فلان شما درصد و پورسانت میدید. خدا شاهد اگر یک بار ما این کارو بکنیم معلوم بشه ایجنت‌ها یا دلالا به کدوم مدیر پورسانت برای بازیکن میدن و بازیکن‌ها با پورسانت جذب میشن. شما منظورتون دقیقاً شما تو زمان خودتون 2 تا بوسنیایی که مصداق دلالیه جذب شدن. آقا اصلا پیگیری بکنه اگر کسی این کارو کرده، اگه واقعا پشت قضیهش دلالی بوده من ندیدم. ببین همون زمانم من تا حالا نگفتم، همون زمانم یک نهاد نظارتی ورود کرد، گزارش کاملی تهیه کرد که چه کسی بوده چه کسی نبوده، اصلا اون آقای واسطه توسط با کی صحبت شما میشناسید، به هم حرفه شما بوده، اون آقایی که ایجنت بوده و اینا با او در ارتباط بوده. خب برن بررسی بکنن، اگر فقط صرفا اشتباه بوده یا اینکه بد شانسی بوده یه چیزه، ولی اگر فساد پشتش بوده تو ماجرا. شما این آمادگیو دارید که همین قرارداد زمان خودتون رو بیان بگن آقا تک تک یه دونه‌شو چرا فسخ کردید، چرا قرارداد بستید؟ اصلا من خودم رفتم پیشنهاد دادم هم این کارو بکنن تک تکشون رو، هم بگن مدیرا قبل از که به استقلال بیان، من خودم در مورد پرسپولیس نه استقلال، و 1 سال 2 سال بعد از استقلال خودشون و خانواده درگیریش رو بررسی کنن. اینجا مشخص میشه اگر سمیعی دوسته، خب اصلا باید فوتبال محروم بشه برای همیشه. اعتراض که من دارم اینه که بررسی نمیکنن، در نتیجه هوادارا همه رو به یه شکل می‌بینن. آقا الان خروجی ولی این بودی که زمان شما 4 تا فسخ یه طرفه داشتید، شما میگید پول نبوده، 1500 میلیارد تومان بودجه هلدینگ. آقا الان دوستان هلدینگ زمان شما میگن 1500 میلیارد تومان اون سال شما تیم بستید، 35 میلیارد تومان فقط به یه بازیکن پیش قرارداد دادید. شما میگید پول نبوده، 35 میلیارد تومان به یه بازیکن پیش قرارداد دادید. ببینید شما خودتون اجازه بفرمایید اصلا ما 1 قرون پیش پرداخت ندادیم. الان خدمتتون هستم 35 میلیارد به اجازه بفرمایید دیگه 80 میلیارد تومان قبل از من پرداخت شد. خب یکی از دلایلی که تیم دیر بسته شد و هوادارا شاکی شد این بودش که بازیکن‌ها از مدیرای قبل من 3-4 تا از مدیرای قبل من 220 میلیارد تومان طلب داشتن. خب این پول رو باید هلدینگ میرفت میداد. این باعث شد ما 1 ماه و نیم 2 ماه وقت اون سر همین هدر بره که باعث ناراحتی و نگرانی آقای نکونام شد و از برنامه عقب افتادم.
من وقتی این پولو داشتم میدادم، زمانی که متوجه شدم هیچ بودجه دیگه در کار نیست، 1 ریال بودجه نقل انتقالاتی نمیخوام به ما بدن، من یک قسمت کوچک از پول که مال بازیکنایی بود که دیگه داخل استقلال نبودن و از استقلال رفته بودن، اونو نگه داشتم و اونو پیش پرداخت خارجی‌ها کردم. اما بازیکنای داخلی ما چه قدیمی چه جدیدا که اومدن 1 ریال پیش پرداخت نگرفتن. 1 ریال. این بنده خدا آقای اسلامی، من شرمنده شدم. این تا 4-5 ماه خونه فامیلا و دوستان. شما تکذیب میکنید که تیمتون 1500 میلیارد بسته شده؟ نه به هیچ عنوان منادی بود. یه دروغ بزرگه. این از کجا درآمد؟ خدمتتون عرض میکنم. تو جلسه تغییر تحول با آقای تاجنی و دوستان داشتیم صحبت میکردیم. یکی از دوستان کلهشو کرده تو دفتر داشت مینوشت. من برگشتم گفتم آقای تاجنیا، بدهی باشگاه به 1000 میلیارد رسیده. با توجه به هزینه‌های هواپیما و هتل و فلان اینا اگر کمکی نشه فکر نشه این بدهی به 1400 میلیارد میرسه. اون بنده خدا تو جلسه فکر کرد من گفتم 1400 میلیارد بازیکن. اینو میره از داخل این فکرم حاصل حجت بتونه تایید کنه. میره داخل هیئت رئیسه به رفیقش میگه، اونجا آقا حجت هم اونجا میشنوه اونو. این اصل این بوده که طرف اشتباه شنیده داخل جلسه. ما کل تیمی که بستیم. آقا من فقط یه نکته دیگه بگم، شما پیش قرارداد رو فهمیدید که ندید، الان رامین هم بگیم ناراحت میشه. 35 شما به رامین ندادید؟ رامی از یک جای دیگه تامین شد. میگم ما یه ریال نداشتیم. آقا این چیه پس؟ این سند، یه سند پس سند. آقا شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران یادداشت‌های توزیع صورت‌های مالی سال منتهی. آقا ما 107 میلیارد تومان پول داشتیم. گوش می‌کنی؟ 107 میلیارد تومان پول اسپانسرینگ داشتیم. مال رامین رو اونجا پرداخت کردیم. رامین تنها مورد نوشته پیش پرداخت به بازیکنان، پیش پرداخت به بازیکنان به شرط زیر باشه. آقا روزبه نمیگیر. آقا روزبه نگرفت. آقا یه لحظه اجازه بدید آقای سمی، شما یه دقیقه پیش گفتید من 1 ریال پیش پرداخت ندادم، درسته؟ خب رامین رضایی 35 مهدی قائدی 15 محمد محبی 10 گفتم من 1 اجازه کاوه رضایی 6 جعفر سلمانی 4 آرمان رمضانی 2 امیرهوشنگ سعادتی 1.700 پیش قرارداد گرفته. البته بازیکن نیست. از کی گرفته؟ آقا صورت‌های مالی باشگاه استقلال گردن اگه نمیگیرید، یادداشت‌های توضیحی. آقا من خدام آقا این پول از کجا اومده؟ آقا من کار ندارم، پیش پرداخت بازیکناست که باشگاه پرسپولیس که نداره. آقا عرایض بنده نشدید. بنده گفتم از هولدینگ 1 ریال نگرفتیم. تمام شما جلو منه آقا. جلو منه صورت‌های مالی باشگاه جلو منه. الان دارم میخونم. نه وظیفش آرش رضاوند و نمیدونم ابوالفضل جلالی و بقیه. آقای خطیر سلام، شب شما بخیر. ابوالفضل جلالی چی نگرفت؟ آقای خطیر. آقای میثاقی عزیز، سلام شب شما. آقای میثاقی من این چند روز واقعا سکوت کردم. نه چند روز، من از مدتی که از استقلال اومدم بیرون اصلا نه در مورد استقلال صحبت کردم و دلم هم نمیخواد که صحبت کنم، چون همون زمان هم اعتقاد داشتم که مسائل خانواده باید داخل خانواده حل بشه، ولی دوستان مثل که از سکوت ما خیلی دارن سوء استفاده میکنن و یه مسائلی دارن مطرح میکنن که کلا خب دوست عزیز شما که نمیتونید ضعف و مشکلات خودتو به قول معروف به همه چیز برگردونی. اصلا شما میتونی از آقای نکونام همین الان بپرسی آقای میثاقی مگه میشه یه بازیکن آورد تو باشگاه، بازیکن به صورت رسمی اعلام شده در تاریخ اگر اشتباه نکنم 10 مرداد 1402. خب آقای نکونام، من این بازیکن رو من به آقای نکونام پیشنهاد دادم. آقای نکونام بازیکن رو بررسی کرده، حتی زنگ زده به خود من، گفته من زنگ زدم به رضا عنایتی که در مقابل، چون کاپیتان تیم ملی امید عراق بوده، یه بازیکن جوان بوده، این بازیکن آقای میثاقی با یه قیمت ریالی 7 میلیارد تومان در اول قراردادش 2 ساله بسته شد. یعنی بازیکن حاضر نمیشد قراردادی بیشتر از ما. چون خواستم قرارداد 4 ساله 5 ساله با بازیکن ببندیم، بازیکن به هیچ عنوان حاضر نمیشد فقط قرارداد 2 ساله ببنده. ما در همون اول قرارداد 2 ساله باش بستیم، قرارداد 7 میلیارد تومان یعنی ریالی نه دلاری و 10 میلیارد تومان. آقای نکونام گفت زنگ زده به رضا عنایتی که سرمربی تیم ملی امید ایران بوده، این بازیکن در مقابل تیم ملی ایران بازی کرده، در مورد کیفیت بازیکن پرسیده و اگر اشتباه نکنم من فکر کنم گفته حتی به سرمربی تیم ملی امید عراق زنگ زده.
بازیکن اومد قبول کرد اومد سر تمرین. توی بازیکن زیر 23 سال ما هم بود دیگه، یعنی خیلی تو لیست بزرگسالمون هم قرار نمی گرفت. یه 7-8 روزم تمرین کرد. 2 تا بازیکن بودن، یکی آقای آریا برزگر که قراردادش اگر اشتباه نکنم 7-8 تومن قراردادش بود، یکی هم آقای سینا سعیدی فر که 5 میلیارد قرارداد داشت. ما اون زمان مشکلات سقف قرارداد داشتیم آقای میساقی و من گفتم که این بازیکن‌ها رو قرض بدیم که یه خورده اون بحث سقف قراردادمون حل بشه. آقای نکونا هم گفته که اگه میخواید اینا رو هم قرض بدیم، منتظر محمد هم ما قرض بدیم که هم بحث سقف قرارداد این مشکلات حل بشه. نه بحث اختلافی بود نه هر چیزی. بازیکن ما فرستادیم، بازیکن رفت مثل رفسنجان. حتی نیم فصل آقای نکونام به من گفت این بازیکن میخوام، ما نامه زدیم نیم فصل که آقای برگرده مثل رفسنجان که آقا این بازیکن رو دوباره به ما برگردونید. باشگاه مثل رفسنجان قبول نکرد. این دوست عزیز پیروز اومده بود توی برنامه گفته بود مگه این چند تا بازی کرده، مگه 3 تا بازی بیشتر کرده؟ شما حتی نمیدونین بازیکن چند تا بازی کرده. این بازیکن نزدیک 30 تا بازی در مثل رفسنجان کرده. آقای میساقی نزدیک 5 تا گل زده، یه پاس گل داده، حالا شایدم تو المپیک بازی کرده. بازیکن ریالی اومده 7 میلیارد درهم. بازیکنی که می‌خواستیم قرضی بفرستیم به خاطر اینکه یک سال گفتیم قرارداد باید حتما تمدید کنی که وقتی برمیگرده حداقل ما بتونیم یه 2 سال یا اون پتانسیل فروشش رو داشته باشیم، بتونیم بازیکن رو بفروشیم یا از بازیکن حداقل استفاده کنیم، چون اگر تمدیدش نمی‌کردیم وقتی برمیگشت یه سال دیگه میتونست ما بازی کنن. و همین خاطر ما بازیکن رو تمدید کردیم. حالا دوستان میگن قرارداد 2 ساله 3 ساله. اصلا شما ببینید بازیکن از اول قراردادش در سازمان لیگ ثبتش 3 ساله است. 1 سال هم رفته. ما نیم فصل نامه زدیم به مثل رفسنجان بازیکن ما برگردونید. مثل رفسنجان هم قبول نکرد که من دیگه آخر فصل که اصلا رفتم دیگه در جریان نبودم. آقا میساقی اگه قراره به این گیر بدیم که شما الان اشتباهات خودتونو، بازیکن اومده سر تمرین، خودتون به بازیکن ایمیل زدید بیا سر تمرین، اومده سر تمرین، براش هتل گرفتید، اسکان گرفتید، بازیکن سر تمرینه، بعد 2-3 تا آفر اومده، باشگاه مثل رفسنجان نامه زده من بازیکن رو میخوام، شما در مقابل نوشتید بازیکن خیلی بازیکن با کیفیتی و جوونه، دقیقاً نقض تمام مطالبی که ابراز کردید و گفتید بازیکن اصلا کیفیت نداره و چون بازیکن با کیفیته باید 20 میلیارد تومان هم بدید. الان اومده که میگه اگه من بازیکنم رد میکردم باید 22 میلیارد تومان میده. بازیکن میگه رضایت منو میدادی، اصلا هیچی من نمیخواستم. به مثل رفسنجان وقتی شما میدادی یا به آلومینیوم عراق میدادی، الان نامش هست که نامش هست از طرف باشگاه استقلال جناب آقای پور محمدی به آقای پور محمدی زده شده که مدیر عامل باشگاه مصر گفتن که با توجه به شرط سنی و کیفیت بالای بازیکن نامبرده صدور رضایتنامه بازیکن با مبلغ 20 میلیارد تومان موثق خواهد بود. منم قرار میدید دیگه ان شاء الله. بله امضای آقای سمیم. خب بعد اون موقع اصلا حقوقشو شما نمیدادید که بگه من 22 میلیارد تومان، حقوقشون باشگاه میداد. خب بازیکنو گرفت نگه داشتید. بعد یواشکی خودتون نامه میزنید در تاریخ 27 مرداد آقای میساقی باشگاه آلومینیوم عراق نامه میزنه من بازیکنو میخوام. بله شما جواب باشگاه رو نمیدید، با بازیکن مذاکره نمیدید. بازیکن اروپایی نبوده. جناب آقای دکتر سمیم مدیر عامل باشگاه استقلال آقای رجاییان زدن. آقای رجاییان پژمان ماندگاری رفت گرفت آورد. آقای میساقی اجازه بدید من صحبتام بعدش بازیکن 27 مرداد باشگاه آلومینیوم عراق نامه میزنه من بازیکن رو میخوام. بازیکن رو نمیدید. 31 مرداد یواشکی خودتون نامه میزنید به سازمان لیگ بازیکن رو فسخ یک طرفه میکنید. خب بدونی که اصلا به بازیکن اعلام کنید. به بازیکن اعلام نمی کنید، بازیکن رو فسخ یک طرفه میکنید. بازیکن حتی تو جریان نیست، همچنان سر تمرینه. آقای میساقی اینا 2 تا بازیکن بوسنیایی آورده بودن. خود آقای نکونا مصاحبهش هست که بهش گفتن آقا شما منتظر محمد رو نمیخوای؟ گفتم من منتظر محمد رو نمیخوام. من اگر همینجوری اجازه میدادم اینا حتی میخواستم حسینی رو رد کنن یه گلر خارجی دیگه بیارم. مصاحبه خود آقای نکونا هم هست. خب بعد شما وقتی از حافظه کوتاه مدت هوادار استفاده میکنن، شما هیچ بازیکن همینجوری فصل نه تنها آقای منتظر محمد رو فصل کردن یا آمگار رو فصل کردن، مرداد محمدی فصل کردن، اون فصل کردن، من کاری ندارم. خب بعد دفاع نمی کنید. بعد میگن آقا جان دفاع
گفته که نمیدونم تاریخ 17 دی اگه اشتباه نکنم 7 ژانویه دفاعیه رو میفرستن. بعد دلیلشون اینه که بعد میگن چرا دفاعیه ناقص بوده دوره من نبوده. آقا شما 19 دی میری از باشگاه، 2 روز قبلش دفاعیه رو فرستادی. بعد میگه وقت داشتیم دوباره بفرستیم. شما حتی نمیدونی دفاعیه رو که وقتی تو فیفا میفرستی 1 بار ساب میشن داری دیگه. اینجوری نیستش که هر دفعه ببخشید بهتون ایمیل بزنید بگم من یه بار دیگه میفرستم. شما از بیدانشی هوادار جامعه فوتبال که نسبت به این مسائل حقوقی انقدر تبحر نداره استفاده میکنید. هر چی دلتون میخواید میگید، من کاری ندارم. ببین بازیکن اروپایی نبوده، یه بازیکن آسیایی عراقی بوده، اون کشور همسایه، خیلی تازه این ایجنتش هم در دسترس بود. شما خیلی راحت میتونید با این بازیکن اصلا تفاهم کنید. اصلا بازیکن آقای میثاقی تمام باشگاه ایران این بازیکن رو میخواستن در اون زمان. شما به هر باشگاهی میگفتید میخواد، باشگاه سپاهان اینو میخواد، باشگاه فولاد میخواد، باشگاه مثل رفسنجان میخواد، آلومینیوم عراق میخواد، همه باشگاه ایران میخواستنش. خب به خاطر اینکه بازیکن زیر 23 سال بوده، بازیکن سهمیه نبوده. خب این ضعف خودتونو نیایید. من از سکوت من سوء استفاده نکنم. من واقعا دلم نمیخواد حرف بزنم، واقعا دلم نمیخواد در مورد باشگاه استقلال حرف بزنم. این که شما هر چیزی دلتون، بازیکن مربی نمیخواسته، با بازیکن گرفتن بدون اجازه مربی آوردن. آخه لامصب اگه ما بخوایم اینجوری صحبت کنیم باید بیان به پدر مادر بازیکنم گیر بدیم که از اول چرا اصلا بازیکن رو زاییدن. مگه میشه که این شکلی داریم تمام مشکلات خودمون رو بندازیم تو گردن یکی دیگه؟ هیچ صحبتی نکردید، کاملا سکوت کردید، کاملا شنونده بودید. من حساب کردم سکوت کردین آقای سمی، سکوت کردین. منم الان شنونده هستم تا شما بفرمایید. ایشون میگن آقای آریا برزگر با نظر آقای نکونام رفت نسل شما. الان آقای افضلی رو تماس بگیرید. اولین گلایه آقای نکونام این بود. آقای خطیر اجازه بدین آقای سمی صحبتاشون انجام بدن بعدش. آقای خطیر اجازه بدین آقای سمی صحبتاشون انجام بدن بعد در خدمت شما هستیم. ناراحتی آقای نکونام از من در حضور آقای افضلی این بود که آقای آریا برزگر بدون اجازه من رفت. بعد به اون صحبت‌های آقای صادق درودگر اشاره کردن که گفتم ما یه مبلغ هم به استقلال دادیم که آقای نکونام میگه اون مسئله مالیش چی شد دادم من اطلاعی ندارم. بس آریا برزگر در حضور من، آقای افضلی و آقای سعید اکبری، آقای نکونام گفتن بدون اجازه و رضایت من رفتن. در خصوص آقای منتظر محمد هم بعد از چند تا بازیش گفتم من نمیخوام، اتفاقا پولشو کاملا مثل رفسنجان نمیخواست بده. همین آقای سعید فتاحی رو خط بیارید. ما 4 ساعت باش صحبت کردیم، باش بحث کردیم. اگر این بازیکن اینقدر شما میگید با کیفیت بوده، آقا اجازه بده من صحبت کنم دیگه. من صحبت شما میشنوم. اگر این اینقدر با کیفیت بوده چرا 2 میلیارد تومان رفته نساجی؟ چرا باید با استقلال فصل 11 میلیارد تومان بسته؟ اونجا 2 میلیارد تومان. بچه این فاصله از کجا تا کجاست بس؟ این صحبت ها چیست؟ آقای منتظر محمد من لیستشو دارم، اصلا فصل الخطاب من لیست آقای نکونام رو دارم، لیست نهایی آقای نکونام که آقای ایمان عالمی و آقای قاضی نور برای من آوردن، آقا جواد لطف کردن رو واتساپ خودشون هم برای من فرستادن. اسمی از این بازیکن وجود نداره. چرا الکی میگید این بازیکن میخواسته؟ ایشون آریا برزگر همش به من گفت برای چه آریا برزگر رفته، به چه اجازه آریا برزگر رفته. از یه جمله دیگه به من میگفت من گلر داشتم، برای چی خالد آبادی رو آوردن 11 میلیارد هزینه کردن. سینا حسینی بود، رضایی بود. این از اعتراضات آقای نکونام بود. الانم میتونید آقا جواد بپرسید این حرفا چیه، هیچ مشکلی نبود و فلان. من وارث دعوا درگیری بودم، اما در مورد اون فصل‌هایی که میفرمایید به خاطر اینکه در سازمان لیگ همه شاهدن آمدن یک توطئه علیه استقلال سمی و جواد نکونام صورت گرفت و این بودش که ما تا آخر فصل نقل انتقالات مثل زمان ایشون بایستیم برای لیست مازاد فکر بکنیم، برای لیست مازاد تصمیم گیری بکنیم. شما یادتون هست آقای میثاقی زمان فصل قبلش تو آخر نقل انتقالات لیست مازاد یا قرارداد بازیکنان لیست اصلی رو پایین می آوردیم، این بچه‌ها رو اضافه می کردیم. سر بازی با ملوان یکی اعضای هیئت رئیسه به من زنگ کرد
آقای سمی اگر ظرف 24 ساعت یا این بچه‌ها رو وارد لیست کنیم یا اینا رو فصل نکنیم، ما بازی با ملوان و بازی با استقلال خوزستان 3-0 میکنیم. با کمیته انضباطی هماهنگ کردیم، رفتم پیگیری کردم، دیدم پاسداران سابق استقلال در میانه، یعنی میخوان منو و جواد نکونامو تحت فشار قرار بدن. آقای آذربایجانی به من زنگ زد، آقای سمی به منم زنگ زدن، اون موقع مدیر عامل سپاهان بودن. گفتم آقای آذربایجانی به خاطر تو نیست، به خاطر منه، به خاطر من و آقای نکونامه، میخوان ما رو تحت فشار قرار بدن سر بلانکو، مرداد محمدی و اینها. حتی در مورد مرداد محمدی داستان بود، فشار بود که ایشون بره پرسپولیس، این زمانی که ما فصل موقت میکنیم که بعدم بتونیم برش گردیم داخل لیست، که ایشون بعدم بره پرسپولیس. یه بیانیه هم آماده شده بود که همه چیز بیفته گردن ما. حالا من تنها مدیر عاملی بودم که بعد از رفتن از استقلال مصاحبه نکردم. شما همه دوستان بعد از رفتن از استقلال حداقل 2 بار در تلویزیون ظاهر شدن، صحبت کردن، بعد حرف نزدن. من تا همین چند پیش ساکت بودم تا که دوستان رسانه‌ای و خبرنگاران و رفقای خبرنگاری حملات به منو شروع کردن. الانم هیچ علاقه‌ای به صحبت کردن در این خصوص ندارم، ولی نگید که آقای منتظر محمد با تایید آقای نکونام گرفته شد. آقای نکونام که به لیستی که به من داد ایشون نمیخواست. بعدین هم در سال این ماجرا که فصل صورت گرفت به این دلیل بود ایشون وقتی رفت که بدون اجازه و بدون هماهنگی مذاکره کرد و در تامینات شرکت کرد، دیگه اونجا از لیست خارج شد. اما در مورد آفرا رو ما خودمون میرفتیم میگرفتیم. هر چقدر ما آفر میگرفتیم هیچ توافقی نمیشد. طرف یک با وایستاده بود میگفت، یعنی کسی بر نمیداشت، کسی برش نمیداد. نه ببینید قیمت اون قیمتا نبود، عددا خیلی پایین بود. خب این 1 2 بازیکن میگه من کوری نیستم، من به هوای استقلال اومدم، به من مدیر عامل سابق گفته تو میخوای استقلال بازی کنی، من نیامدم برم مثل رفسنجان، من نیامدم برم آلومینیوم، اومدم استقلال. یک پیشنهاد به من داد، گفت یا استقلال باشد یا فسخ کنید. بود با پول کامل، گفت پول کامل منو بدید فسخ بکنید، من این کارو بکنم. درسته. و اگر نه خب مشکل ببخشید اگر میگفت بدید پول منو فسخ کنید، آقا جوادم که نمیخواد، من که رو هوا این کارو میکردم. الان شما زنگ بزن از تجهیزات ماندگاری بپرس، بگو تو رفتی آفر رو گرفت یا نگرفت. ما خودمون دنبال باشگاه براش بودیم که بفرستیم بره. منتها بنده خدا یه جوری بهش دروغ میگفتم حال بشم، در حالی که خود جواد گفت بده این یک بازیکن موزی هولدینگ تغییر بازیکن خدا رو نکونام انتخاب کرد. خودش 10 بار گفته بفرست یه دونه، همه خودش انتخاب کرد. اون یه دونه هم بعد از صحبت با مسئول هولدینگ و ما و آقای شهردارینا حاضر شد فعلا قبول بکنه. درسته. متشکرم آقای سمی. ممنونم. من این نکته بگم به حوادث استقلال. آقای سمی من شما خواهش میکنم فرد من باید با همه مشخص بشه. میگم ممکن از دفعه 99 نفر سالم باشه، 1 نفر ناسالم باشه. ما به راحتی با بررسی اموال و درآمدها در طی دوره حضور در فوتبال که افراد چجوری در میارن چجوری خرج میکنن، با یه مقدار بررسی ایجنت ها که ایجنت ها به کدوم مدیرا درصد میدن، کدوم مدیرا درگیر دلالی هستند، میتونیم این فوتبال سالم کنیم. تا روزی که هوادار فکر کنه همه مدیرا خلافکارن، این فوتبال سالم نخواهد شد. قربونتون برم. متشکرم. شب شما بخیر آقای سمی، ممنونم از توضیحاتتون. اولا که من خدمت این دوست عزیز بگم، اولا که ایشون کاری نبوده که بخوام توی این مسائل دخالت بکنن که بگن آقای نکونام به من گفته یا نگفته. اولا که من هیچ وقت اجازه دخالت این آدم ها رو تو مسائل ارتباط خودم با مربی نمیدادم. این از این. شما از آقای نکونام میتونید همین الان بپرسید، آقای عنایتی زنده است میتونید از ایشون بپرسید. گاهی بازیکن رو بقول من که خودم گفتم بازیکن من با آقای نکونام معرفی کردم، آقای نکونام بررسی‌هاش انجام داده، قیمت بازیکنم مشخصه، بازیکن با یه قیمت ریالی، هیچ بازیکن خارجی در فوتبال ایران آقای میثاقی با قیمت ریال نمیبنده 10 میلیارد تومان نیومده. بازیکن خارجی بوده، بازیکن داخلی نبوده. تازه قیمتش از بازیکنای داخلی همتراز خودش هم تازه به قول معروف 1/2 1/3 کمتر بوده. این از این مسئله. اصلا گیرم من بازیکن آوردم، اصلا اشتباه آوردم، بدون اجازه مربی آوردم، هر چیزی. بازیکن رفته 1 سال درخشان داشته. شما آقای ایشون الان برگشته، ما خودمون میرفتیم آفرا رو میگرفتیم،
بعد خودمونم می اومدیم به قول معروف یاد بعد دوباره بازیکن آقای میساقی داستان اون بنده خدای شده که خودش به خودش نامه میزد که آقای فلانی بعد لطفاً به میزان فرض مثلا 10 میلیارد تومان به آقای فلانی پاداش بدهید، امضا آقای فلانی. خودش به خودش نامه میزد، به خودش پاداش میداد. اینو الان میگه که من رفتم آفر از مثل رفسنجان میگرفتم، بعد بهش نمیدم، خودم به مثل رفسنجان دوباره نامه میزدم که مثل رفسنجان اگه منتظره میخواید 20 میلیارد. آخه خیلی مسخره است. شما چی فرض کردی جامعه فوتبالو که همین شکلی هر دروغی که دلتون میخواد خب میتونید به قول معروف یارو بیاید مثلا اینو بگید. یه بنده خدایی داشت موعظه میکرد، یکم از وسط آقای سمیعی آقای خطیر میگن که من کاری نبودم، اگه من نبودم شما ایشون همون روز اول عزل میشد، یعنی شما. آره انشالله دست شما درنه. شما همون کودتا کردید بس که نتیجهش شده بدبختی باشگاه استقلال. همینو میگم. من متاسفم برای فوتبالی که همین آدما به راحتی میتونن پاشونو تو فوتبال بذارن، هر کاری که دلشون میخواد میکنن، به هیچ جام جواب پس نمیدن. شما الان نمیدونید آقای میساقی چه بلایی سر باشگاه استقلال بابت این پنجره اومده. خب حالا من که دعا میکنم این اتفاق حل بشه، این پنجره باز شه. فقط ورود آدم‌های اجتماعی بین این تازه تابستون سال بعد استقلال متوجه میشه این چه اتفاق بزرگی. مثل این دوست عزیز که اصلا معلوم نیست از کجا، چه جوری، به چه واسطه. یه زمانی با آقای نصیرزاده داشتن بحث میکردن، همون چند سال قبل آقای نصیرزاده به گفت شما اول بگو ITC یعنی چی، بعد بیا در مورد مسائل حقوقی فوتبال صحبت کن. متاسفانه هر کسی فکر کرده نمیدونم در مورد حقوق جزا خونده میتونه بیاد در مورد حقوق ورزش صحبت کنه. یه وایسی هم من ببینم میگم یه وایسی هم قراره که من نکته‌ام بگم در مورد آریا برزگر که من خودم گفتم آقای میساقی، من خودم گفتم آریا برزگر رو چون قراردادش بالا بود سینا سعیدی فرو مشکلات سخت داشتیم، من خودم اینا رو گفتم. من کی گفتم آقای نکونام گفته، آقای نکونام میخواست حالا به هر دلیلی، من آریا برزگر رو رد کردم و سینا سعیدی فرو. آقای نکونام هم گفته که اگر این کار اتفاق افتاده و مشکل سخت منتظر محمد هم بس کنید، گفتم بهتر ردش میکنیم. رفته حتی من میگم آقا من اشتباه کردم، بازیکن اومده. خب شما فرض کنید من اشتباه کردم، شما بازیکن رو این همه وقت داشتید، بازیکن رو گرفتید، بدون این همه آفر رو رد کردید. شما وقتی الان من آفرای آلومینیوم رو دارم برای منتظر محمد و یامگا، 2 تا آفرشو. آفر مثل رفسنجان رو نگاه کنید که همین دوست عزیز میزنه به خاطر کیفیت بالاش 20 میلیارد تومان. بله دارم اونو. شما اگر می‌خواستید این بازی اصلا 2 میلیارد تومان به مس میدادید. مس نمیخواست. آره بیاد نامه 20 میلیاردی استقلال داده به مثل رفسنجان که آقا اگه میخواد چون جوون و کیفیت بالاست 20 تومن. آقای خطیر خیلی ممنون. 5 میلیارد میدادید به مس. اگر خب نمیشه. آقا تهش این شد که استقلال 2 تا پنجره شما من اون داستانو داشتم میگفتم، گفتم یه بنده خدایی داشته موعظه میکرده، یکم از وسط مجلس بلند شده گفت حاج آقا مسئله‌تون. گفت بفرمایید. گفت حاج آقا مرکز زمین کجاست؟ گفت مرکز زمین همین جایی که من نشستم. بنده خدا گفت چرا میگید مرکز زمین؟ گفت اگر دروغ میگم برید متر کنید. الان داستان این عزیزم همین شکلیه، هر چیزی رو میگه اگه دروغ میگم برید متر کنید. برادر این شکلی نیست. متاسفم برای فوتبالی که شما پا تو این فوتبال گذاشتید و این اوضاع استقلال رو همین آقای کریمی درست فرمودن. انشالله بقول این مشکل حل شه و اتفاقات بدتر برای باشگاه استقلال. متشکرم، خیلی ممنونم آقای خطیر. ان شاءالله که اگه فرصتی شده تونستیم هماهنگ می‌کنیم یه بحث کاملی راجع به استقلال داشته باشیم. ممنونم آقای خطیر، شب شما بخیر. ما تو این اتفاقاتی که تو این 2-3 ساله برای استقلال افتاده، چه حالا در زمان نکونام و چه در زمان الان همین بوسنیایی که حالا زمان آقای شهریاری و آقای سمیعی اینا بوده، تمام این عزیزان در اصل باید قبول کنیم که مقصرن. شما حساب کن اگر واقعا نه، من خودم میگم، من اگر بودم مطمئن باشید تیم قهرمان بود در زمان آینده. نه قهرمان بود. چرا مشخص بود دیگه با این وضعیت که اتفاقاتایی که افتاد. اگر اون آفساید حساب نمی‌کردن که تیم قهرمان بود دیگه، اون تیم هم ما بسته بودیم دیگه، قهرمان بودش. ولی خب اتفاقاتایی که افتاد متاسفانه نذاشتن این اتفاق بیفته و دل هوادار شاد بشه. میگم یه عده واقعا دنبال اینن که فقط منافع خودشونه. من الان عرض میکنم این امکاناتی که الان آقای شریعت مداری در اختیار گذاشته، در اختیار این دوستان گذاشته، اگر اون موقع بود باید زیرساخت‌ها رو من میرفتم درست میکردم، تمام زیرساختایی که یک عمر بتونن استفاده بکنن.
اینی که الان تو فضای مجازی شما میبینید پولپاشیایی تو فضای مجازی میکنن که برای کوبیدن همدیگه متاسفانه همه باشگاه هر باشگاه کاری ندارم. این یکی از بزرگترین واقعا مشکلات باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیسه. شما حساب کن هر مدیری هر چقدرم که کار بکنه تو فضای مجازی شما یه مبلغی رو که پرداخت بکنی اون مدیر رو میکوبن. این یکی از مشکلاتیه که الان باشگاه استقلال، حالا پرسپولیس هم همینطوره داره و باید واقعا هوادارا روشن باشن. من الان اومدم یه سری صحبت‌ها رو، واقعیت‌ها رو گفتم، یه سری اتفاقات رو گفتم، صحبت کردم و مطمئنم فردا فضای مجازی بر علیه من خواهد زد. حالا ما حرف حق زدیم، همیشه هم همین بوده، حرف حق زدیم. الان هم باید ما از آقای ساپینتو حمایت بشه ولی نیمکت باید قوی بشه و کمک‌هایی که هستن باید حتما کمک کنن، چون نمیشه دیگه الان واقعا نمیتونی دیگه این فصل قبل هی مربی عوض کنن. این اتفاق باید بیفته و تا جایی که میره دل هوادار رو شاد کنن. نریم الان تو داوری دکتر بگم راجع به این توهینایی که شده بود به تیک‌تری خیلی هم ناراحت بودم، خودش هم باشگاه هم تیمیاش. مثلا بازیکن گل میزنه جلوی یه تیمی برای چی باید بهش مثلا اهانت بشه؟ اصلا این خیلی عجیبه. من نمیدونم، من هیچ فرقی هم نمیکنه. هر باشگاهی آقا، هواداری هر باشگاهی تو هر بازی به بازیکن حریف اهانت کرده. ما پارسال این همه سر علیاتون داستان داشتیم، سر علی، سر شجاع، سر خیلی از بازیکن، اونور علی پور، رویدالی شاه، همه استقلالی همینطور. اصلا نباید این کار انجام بشه، باید انضباطی برخورد بشه. حالا میخواد مجید تیک‌تری باشه، حالا که بازیکن مثلا توی یه تیمیه که شاید شلوغیش کمتره دلیل نمیشه که مثلا انضباطیش فرق بکنه. ما بین تیم‌ها نباید فرق بزنیم. اولا احترام 100 باید با اندازه کافی، اصلا فوتبال و مشکل و قصه و داستان داره. تیم‌ها 100 جدول 8 امتیاز، چمن اینجوری. لااقل اینو حفظ کنیم دیگه، کیف کنیم، لذت ببریم، تشویق کنیم تیم خودمون رو. برای چی باید فوش بشنوه بازیکنی که خوب بازی کرده، یه دونه زده یکی دیگه میتونسته بزنه. اینو رعایت کنیم. کمیته انضباطی هم همینطور حواسش باید به همه تیم‌ها یه جور باشه دیگه. خب یه سالها یه دغدغه بزرگی وجود داشت از سمت طرفدارای فوتبال و یه دغدغه درستی حاکمیت داشت که حالا حتی فراتر از ورزش و وزارت ورزش که آقا چجوری میشه یه سر و سامونی داد به اوضاع باشگاه‌های پرطرفدار. اینا که همیشه مشکل داشتن، پول نداشتن، نمیدونم لباس نمیتونستن بخرن، زمین نداشتن، مثلا 50% حقوقشون رو تا آخر فصل گرفته بودن. چیکار کنیم؟ بسپریمشون به یه نهادهایی، به یه جاهایی که لحاظ مالی بنیه اقتصادی حمایت از این باشگاه رو داشته باشن. این یه دغدغه درست که بعدش هم حل شد، سپرده شد به جاهایی که لحاظ مالی خیلی خیلی قویان، ولی انگار اون بحث مدیریت همزمان با این و همتراز با این رشد نکرد. یعنی ما آدمایی که گذاشتیم برای مدیریت اون منابعی که تامین شده بود تو اندازه اون منابع نبودن، نتونستن اینو درست مدیریت بکنن. تبدیل شد به حیف و میل کردن، از دست دادن پول و دلار و سرمایه‌های مردم، پولی که از بیت المال میرسید بهشون دیگه. یعنی پولی بود که حالا گفتن آقا فلان کنسرسیوم بیاد اینو بگیره، فلان نهاد بیاد این باشگاه رو بگیره، پول تزریق بکنه که مشکلاتشون حل بشه. ولی از یه سمتی بیشتر هم شد با توجه به اون سوء مدیریتی که وجود داشت و این علاقه بسیار شدیدی برای موندن تو این پست‌های مدیریتی که نمیدونم چی داره، منافع مالی توش داره، شهرت است و چه قصه‌ایه که اینقدر علاقه‌مندی وجود داره که طرف ترک نمیکنه پستو. یعنی هر فنی رو بگید میزنه برای اینکه باقی بمونه و این پستو داشته باشه. هر فنی. البته فن بعدی مثلا این باشه که ما مربی رو عوض کنیم که 6 ماه ببینیم مربی بعدی جواب میده، نه توی پنجره نقل و انتقالاتی 10 تا بازیکن بگیریم که خودمون رو بتونیم 3 ماه دیگه نگه داریم و هر کار دیگه. فن بعدیش میتونه باشه که کسی از زمان انتقاد میکنه سریع به نهاد بالا دستیش، اگه مجری تایکواندوش، مدیر گروهش، مدیر شبکش، رئیس سازمانش تماس بگیریم آقا این اینجوری، یا اصلا از جاهای بیرون سازمانی باشون صحبت کنیم بگیم آقا اینا اینجوری انا، هر کی علیه ما حرف زد یه پرونده، آقا این مشکل مالی این داستانا داره. این من نمیدونم واقعا این آتش عجیبی که وجود داره برای مدیریت این باشگاه، این چند تا باشگاه پرطرفدار، اونم در کنار این سوء مدیریت عجیب غریب و خیلی واضح و آشکاری که داریم می‌بینیم، آتش از کجا میاد نمیدونم. امروز سعی می‌کنیم بیشتر راجع به صحبت بکنیم. اسمی هم که تا اینجا اصلا نبردیم از کسی، اگه میخوان تلفن‌ها رو بردارن و توضیحاتی که من دادم بدون اشاره به کس خاصی، بدون تاریخ و بدون امضا بود.